شرنت وشیت دیوانه مروچی جنینانی روچن تو درستین جنینان معیشه تبریک باشیم. همچنین که ما چند جنینانی که برمش هستین لطفاً که جنینانی بارو خبر بکنیم مشکلات و جنجالانی که جنینان هستین از کودک همسری گرفته که چه کسان سالی چوکان عروس و سور کنید تو حقوق جنینان چی که چونکا که جنینان جامعه بلوچستان یعنی آپم که باید حقوقش بود نیستند هرچند که یکم که بهتر بود جنینان در پاوانگ و در سوانگ دیما رفتیم بله هنگت باز کار هستین که جنینان بلوچ بتوانید پای مردینان و کوپر دیما بریم تو جامعه شرکت بکنه. سلامت باشه بانو. نه من فکر شما بلکن کل ابر تمام بیتم روटी گپان شد بدا سوال دیم بریم بله شما گپ تمام کنی شما تمام در مورد البته یک گونده توضیح در مورد برامش نامی که کلاب ها هستیم من یک گونده که شما نام همگی برامش در واقع یک گروه جنینا اروپای توکا یک سازمانی پیم کتا به حمایت از جنینا و جنینا وقتی کار شروع کتا که دیما برتا و نیاز به حمایتی هست جنینانی که دنا هستند اروپای توکا یا ملک توکا چون که دنا کار کنگاه با ملک جنینان واسطه در واقع مرچی دیوان هدف اصلی هم چون شما پیسرا هم ممکنه گوشته که دیوان چوبی سرحال توکا که در مورد جنینا و در مورد فعالیت هایی که جنین توانا و دنا و ملک توکا حقوق جنینان بکنه دیوان دیما در واقع گپ بیده مشون گوشتارو کن و بانکانی که جالا هستم چون لوتن که بیان برزا و ورم تو بنوی یک گفتمانی بی کسایی که اضافه فعالیت کنن کسایی که ملکا فعالیت کنن نیم دستبندی کنی که بانکانی که هستن بیان برزا و در مورد موضوع مرچگین که موضوع زنانه هم گپ بکنن این نتوار شما بانک مشون گوشتارو درسته برامش یک نوکین سازمانی ما چون جنینی که اروپایی تو روتن که بالاخره یک جایی بود که جنینان بتوانند خبران وقت بکنند از مشکلات جنینان گوشک ببید تو همیشه که اطلاع رسانی بود چه اتفاقات هم ته بلوچستان کپی تو همیشه که ته دنیا چون اکایند چه فعالیتانی بید یکیشی که اطلاع رسانی حقوق جنینان بود بعد همیشه که به مقاله سبتن برامش سایت هم مقاله منادین همیشه که جنینانی که آنگو بلوچستان آیان هم یک موقعیت پرش پیش بیاد که آیان هم بتوانید وقتی خبر برسینن یک همکاری بود همیشه که ایده ما بتوانیم همکاری بکنیم وقتی سازمانان دیگه وقتی دیگه کمان مثل کردان عربان و که ایدان فعالیت کنیم تو اروپا هم بتایان فعالیت هم بود و همکاری بکنین از تجربان آیا استفاده بکنین همیشه که بتوانید یک کمک و همکاری جنینانی که آنگو ملک بالاخره پا جنینان باز قدم دیمنادین تو پایان فعالیت کنید بتوانید یک همکاری بود و بالاخره بتوانید یک کاری بکنید که راحته بود پا جنینان همیشه که هم نظر آگاهی رسانی و همیشه که بتوانید یک جاگاهش بود که بتوانید دردان و تو بگوشیم بتوانید بهتی مشکلات ظاهر بکنه اگه دیگه بانوکانم پیتش گشته توضیح بدهید بالا بیایید بانو فضیله بانو مهرنوش
سلامت باشه بانو. آوا دیگه بانو که هم دستبندی کنه بیان بورزا این موضوع برای که مگه گشته گپ تیما برای بی بانو شما فعالیتان که شما گوشه در مورد برامش گشتش می تمرکز کجا مشکلات این جنیان کجا کم بودن گشت شما احساس کنین گشتی کار کنه لوتی یا چه همراهداری چه ملک جنیان شما انتظار هستین؟ انتظار جنینان آنگو ایشین که آیانم گم ببین ایشی که ما را اطلاع رسانی بکنیم تو ما بالاخره آیان باید شاید چمان باید هر روز شدن گندین که چه کم بودانی هست چه مشکلات آنگو هستند اگر آیانم گوما ببین بلکه بهتر بتوانی یک راه در بگیرین که بتوانیم آنگو بالاخره یک کاری گو هم دیگه بکنه یک دست به دست هم دیگه بدین و بالاخره بتوانی یک کاری بکنی همشی که بالاخره آنگو بلوچستان پر جنینانی که بالاخره هیچ جاگاهش نیست آیانی که زود آروز کنند یا خشونت مردینان مثلا سرجنه گرند یا بالاخره هیچ جاگاهش نیست که برین تو بالاخره مشکلاتات بگوین یک جاگاه پایان بش بود یک جا مثل خانه امن یک همچین چیزی همشی که همکاری بکنه اطلاع رسانی بکنین و بتوانین کمک هم دیگه یکم کار راحتر بکنه آسانتر بکنه هم و جنینان و اوزان و همیشی که ادانم بلکه ما راه در بگیریم بتوانین یک فعالیتان بکنین که پایان راحتر بود همشی که بتوانید یک جاگاهیش بود یک سرپناهیش بود موقعی که موقعی که خانواده و سرپناه آیان نهید سلامت باشه و جملک و شاد که شما هم دیوانه زنده باد. سلامت جی مهربانی چه دیگه بانوکانی که هستن جهلا ایش بگی دیوان جنینان دیوانی باره جنینانی روچ باره و کوشش کنه که ما شما وقت جنینان یه دیوان دیما ببرید تو موارد و مشکلاتی که هست ملک تو که به هر حال جامعه زنانی که علل خصوص بعد از یه 30-40 سال چه رند پیش یحتگم بلوچستان تو گشتر گپ بکنیم من بانوک فضیله و بانوک مینای اگر شما بیای برزا و گپ بکنید در رابطه با همه برمش و یه دیگه مسائلی که هستم دقیقانی که جنینان هستن ملک توک باز منتوار ما ملک چند تا باشد که واجه رحیم بندوی باشد که ما باز باشحالیم که شما واجه هم امراداری کنگی تو گماه بریم باز مهربانی واجه رحیم بفرمایید. من سلام عرض کنم شما درستانی خدمت ها اتفاقا لورتن شده بگوشتن که خب فضیل خانم اوید جین دیگه همون برزا چه ساعت 6 تا 8 تا دیگه سمیناری تا هستد بوده چه بودی زلی جهلانکیان بلوچ جنینانی خاص طور کودکان دختران کودک گپی جد بوده که تمامی جمعی که هست این سمیناری توکا که مردم هست چه داخلی ایران برحال از ملیت های مختلف از گوشه مختلف جهان بسیار بسیار گیرایی نبیر کرد بودن که اکثریت هم واقعا متأثر بوده. من لورتون همیشه دستبندی بکنم بیایید در واقع همه خبران همه گپانی که همه داریم فرصه اگر دانش بکرد منی خیالات سک شرین گفت پس من همیشه لورتون عرض بکنم من روان جاده سلامت باد. منتوار نکنیم
ما بانو فضیله بانو مینه و شاد کشیم بانو مینه شما مایک تچین اگه شما لوت خبر بکنیم ماشون گوشتارو سلامت باته من یکمو که پرشان که سلام و درود کشم دیوانا و ما همیده که گوهار همیده گوشت همه جهد واسط ما تلاش کنگین و منی خبرشین که محبتی جاهای روچا ما جنینا مبارک باد کشم ما جنینا خاص بلوچستان جنینا باز کالوتید که وقتی ابتدایی حق و حقوق برسید امید که ما بلوچ جنین هم روچی گمبتی سازماندهی و وقتی حق و حقوق کار لوتگا ما هر ساعت فعال بودیم هنو دیگه همیشه دیگه جنینانی حق و حقوق دیگه خبری پدرستگی دنیایشی مزنی پرابلمی هر جا که مردم هست یوروپی آمریکایی مشم ملکا خاص و بهتره و امیدیم که هر جا که جنینا هستن باید تلاش بکنن منتظر سلامت باتی بانوک مینا بانوک فضیله انچو که ناکرهی ما گوشت شما را البته خسته نباشیدی که یا جنان گوشین که شما دیوانی پیسر بهر زورتا ولی ما خوشحال بین که پدا ما شما گپ ایدا بیش کنیم چون دیوان و شما ایگین ما منتظر نو گوشتارو کنیم شما منتظر بانوک مینا اگر شما خبر که تمام بیت ما دست بندی کنی چون که ممکن شما من گوشت منتظر دیگه سلامت باتی بانوک فضیله ما شما گوشتارو کنیم بانوک مینا اگه شما تو مایکا ببنده گودا بهترین چون که صدای خوبی اگه شما خبری هسته ما شما گوشتارو کنیم اگه نه بانو فضیله شما آواز سک جهلی چونه یه من که جهلی نزانم انگه جهلی چونه یه آواز ممکنه انی بهتر اگه شروع بکنه خبر چای که و یا اگر نبی گوڑا در ببی پدام بیای دیوانا احتمالا هر ببی برای کلاب هاوسی مشکل هستن چونه ما پیلی لوتین به بانو چونه گشته یه پلتفرم تو کن نو کمپمش که کمی اگر مشکل هستین چون نوکی نست که نرم افزار من حالا حداقل من تو بانو همیده زانو که من چی فکر کنم کلاب هاوسی نست یه برنامه یه دیوانان یه پلتفرم تو کن نو که ما تکنیکی اگر مورد مشکل بی ما پیلی لوتین بانو فضیله شما اگر فکر احساس کنه بهتر بیت آواز برو پدش خبر کنه بلکه آواز شهر بیت نه شما صدا انگر نیایگه اگه شما خبر آید شما در آید کلاب هاوس پدا بیاید کلاب هاوس تو که ممکنه مشکل حل بی تان بانو فضیله یت منتانه یکم خبر کنم چی بانو که تو مالوته همه درخواست شما رو بکنه درسته من مروچی گو چند تا بانوکان آنگو ملک خبر کردشم همشی که جنجالان مشکلات آنگو خبر بکنین تو بطی دل مشکلات ببین یکیشی که وقتش بچزمان وقتش گنده همشی که چوکان سورا روز کردین چوکان پدا هنگت نه احساس مسئولیتش هنگت پک چوک ببین بعد همشیو که زود عروض کنیم معمولا کسی که سانگی دهین مسئله دوتش هستن همسن سال وقتش نهین چوکان یعنی چی وقتش نهین که وقتش انتخاب نکرده پتمات این که پایان انتخاب کنه که چه وقت سورا روز بکنه
از بس جنگ بین از وانک اشی که آگاهیش بود اشی هم جنگ بین حتی که آروز بودی هنگت چم وحد نوسته و چوک داره بین نو هنگت وقتش چوک کند نتوانیم وقت بدارند پکی یک چوک کسانی نو بدارند نو نه آگاهیش هست ازیشی که چونکا چوکداری بکنند همشه که بازی ازیش سبکن چوکانی که وقتش سبکن هنگت چوکند مات یک چوکند ایشان ازی نتوانید یعنی ازی مسئولیت نتوانید بش بر بیایند همشه که پتماتانی که گیشتر مسئولیت دست شد همیشه هم باعث بود که سبکن هم چوکانی که تو هبند هنچو ادامه پیدا کند آین هم هنچو وقت ناگاهی مزنه بند یکی ایشی که اگه چوکتا مریض ببینید آین آگاهی نیست یعنی تهوی چی هم هستند مشکلات ایشی هستی که چوکان هم توانید بومرند یعنی همشیک نزانید چون که چوکتا بکند تشنج مغزی ایشان بود ایشان نزانید که ببرندش دکتر همشه تدوار شهدن تو هم چوک دست روز همیشی که ماتم هیچ تجربه نیست یعنی یکی از مشکلاتی هست که هر روز او دو بچه گندیم بعد دیگه با اینکه زانید سبکم بالاخره یکم بلکه پتماتان آگاهی هست و بلا یا ایشی که فقر جامعه هستند یا ایشی که رسم رسومات اشتباهی اودانه که جنین چوک فقط با پسور آروز کردنی تنها آرزویش همشه که زود انسانگی بدهند زود آروزی بکنه همشی باعث بود که نه نظر فکری روش بکن نه نظر جسمی روش بکن ایشی که ته جامعه پاد و منادت همیشی که تاثیر گذار بود سر ته جامعه و یعنی ازی خبران نیست به چوکان یک چی تاریکی پیشان و تهارین سبکن آینده پایانه یعنی یکی از مشکلات آنگو جامعه آنگو رو زود سان کردن و اتی جنین سبکن اختیار دستورتی نبودنش یکی از مشکلات جامعه بلوچستانه سلامت باشه بانوک شما برای یه مشکلی که شما هسته مشکلی که متاسفانه یکی چه مستری مشکلاتانه ایشی ریشه به نظر شما چه کجایی و ایشی راه حل چی و شما چه بهتر چه جهودی کنه شما سازمان چه جهودی کنه تا بتونی یه مشکل بلوچستان تو کمتر یا کمرنگتر ببینید یکی این مشکل مزنی میخواد مشکلات آنکو سخت بازیم ولی یکی از مشکلات هستن که بودن بله این سبکن که مشکلات که ایشی هستند که مثلا هم ته شهران نبود و هم ایشی ته روستان و ته دور جاگاهان سبکن امکانات بازی نیست ایشان اتفاق کپین بعد یکی ایشی که چونکا اطلاع رسانی بود پی سبکن دور دستین جاهان ایشی یکی از مشکلات جامعه اودانو یا امکانات ارتباطی نیست که سبکن جنینان چه بود یا ایشی که سوادش نیست از همه اول پتماتانه که چونکا یعنی آگاهی تی دستش برسه توشان نه همشی که سبکن درسته که سبکن وقت جامعه بلوچستان محرومین جایی هست و بعد دولت هم که هیچ تلاشی هم نکن که سبکن که یک جامعه درستی بود جامعه بلوچستان یعنی شما پرکن دست به دست هم دارین ما تلاش هم شیو که ما اطلاع رسانی اولا که ایشی که اطلاع رسانی بود آگاهی رسانی بود و جامعه آنگو بلوچستان که بزانید حقوق و بزانید که رسم رسومات اشتباه و غلط ایشان کنار مناده چونکا چوکان به بالو پر بدهید بتوانید وقتش روش بکنید نظر فکری بتوانید وقت دیما ببرید هنگت باز کار هست که چون بل خب هر کسانه قدم هم قدمی همشی که مردم اولی که قدم بزرگ تو دیما بروتشی وقت هم بازند همه اولی که قدم همه اطلاع رسانی دومی که ایشی که همکاری بود وقت سازمانان آنگو که چونکا سبکن دواران امن جنینان وشی چونکا اطلاع رسانی به جهانی دور افتاده که هیچ نه اینترنت هست و نه وسایل ارتباطی هستن تویشان که
چم کم کم سر ببینید که بتونه یعنی پک مردم بتونه امکاناتش بود. سلامت باشه منتوار بانو فضیله. شما اگر بدات که دیوانه شما ابر کنی ممکن شما آواز شاری بل چطوری بهتری یا نه صدای که سلام عرض کنم دیوان سچی مهمانا و گوشداروکان. شما صدای شهر بانو و شما تونه ادامه بیدید. از شهر ادامه ده. من اول از همه لوتون 8 مارس روز جهانی زنا به تمام زنان بلوچ مبارکباد گوشم. و من یک کمی لوتون به موضوع آموزشی در بلوچستان اشاره بکنم که ما سیستم آموزشی در بلوچستان سخت ضعیفیم. اصلا ما را بلوچستان توکا و بازین روستان توکا مدرسه نیستیم و ما چوکا نتونم برم درس بوانه ادام تحصیل بدم و ما لاتی روستان توکا هستم مثلا مدرسه فقط تا دوره ابتدایی هم. و برای اینکه بتونه راهنمایی و دبیرستان و واسطه درس بوانه متاسفانه چون مدرسه نیسته دیگه ترک تحصیل کنن چه تحصیل مانند و خانوادم چون جامعه یک جامعه سنتی تعصبی و مرد سالاری مخصوصا جنین چوکان یعنی جنینا دیگه شهران دیم ندارن که درس بوانه و یکی چمه مشکلان یکی چمه مزنی مشکلانی و امی که مدرسه نیستی باعث بی که چوک مدرسه مروم و بیسوادی آمار بیسوادی بالا بی وقتی سواد مبی آگاهی نبیتین یعنی اگه سواد مبی آگاهی نبیتین و یه باعث بیتین که مشکلات گشتر ببیند و ما را بلوچستان توکا یک بخشی یک مزنی جمعیتی هستین که شناسنامهش نیستین و به خاطر که شناسنامه نی نتونن برام تحصیل بکنن و اجدابی حمایتی هم نبین چه جامعه من یه بر تمام بیتن واجب بالاست فعلا فهمده. سلامت باشه بانو. من شما همین گپ همین مشکلی که شما بیان کو همیشه دیما برون همیشه جستا پدا عادی بانو کنم که شما چو جنین مشکل بنیادی مشکل چه آموزش گنده و ای آموزش همچون که بانو فضیله گوشت البته اصلی عاملی مطمئنا حکومت هم و کمبودای امکاناتی که هست ملک توکا و به نظر آی بار سک باز خبر بیکته و شاید اگر ما هرچون گشتی خبر بکنه هم یه موضوع واسطه کم منتها من گشتی سوال برام من جامعه نیمگه بلوچستان و تی مردمان نیمگه که جنین کمبود آموزش واسطه ما بلوچ ما وقت چه اندازه جامعه مردم چه اندازه معیاریگی و اشی راه حلش مچتو گنده که چه تغییری به جامعه تو که از نظر فکری یا جنین و تی جن تو که چه تغییری بیاته تا یه شرایط عوض بی و بهتر بی
من جز چه سنی بانوکان هستیم و حتی تجارت بانوکی هستیم اون دستبندی کنید که بیان بورزا و در مورد موضوع زنان هر چی که هست مشکلاتی که هستن ته یک گفتمانی و یک گپی بیته وجه مسعود اگر شما رو فکر کنم شما مایک پاش کو اگر جستی شما رو هستین یک گپی هستین شما هم گوش دارو که جی مهربانی نه منی ها جستی تقریبا همیشه که اصلی یکی چه اصلی دلایلی که ملک بد منطق و مردم نزانند همین بحث آموزش هست که متاسفانه نامهربانیانی بود تک چه مرکز و برحال یک سری کمبودان هست و بود تگم بله یه وسط جامعه ها چین چو ما کوشش کتا که پایبند به یه کمبودان ما بینم چی ببین برین دنباله مثلا تحصیل و وانگ و آموزش و یه موضوع من این سوال تقریبا توت مطرح و هر بانو که نظری در این رابطه هستیم و گوش دارو که مهربانی من نظر ایشین که نظر تحصیلی ایشان درسته که دولت هیچ کار اساسی نکن که مردم بلوچ دیما برند هیچ کمکی با صورت نکرده بله هم بطه سبتن جامعه بلوچ هم میادی که هسته اگر ما وقتنم اگه اسمی چی اینترنتی سبتن ارتباطاتی که هستن بتانی یک راهی در بگیرین که بالاخره چوکان یک مقصعی وقت که ازام کرونا بوده هنگت هم چوکان مدرسه نروین و بازی هم از مدرسه پس کبته این پر بخاطر همشی که اینترنتش نیست یا ایشی که پتماتش نیست که بتوانی کمکش بکنین لوگا نو همشی جوانانی که سوادش هست آینده که زانوکین اگه بتوانی گروهانش وش بکنین تو سرجم ببین تو چند تا چوک درس بدین تو دیمایش ببرین تو بتوانید مسئولیت قبول بکنین ایشی بطی بازین کاره یعنی بالاخره اگه یک قطره هم هست و کسان رو که همایم بازه بود ایشی بطی یک جاه کپت سبکنت جامعه که جوانان که مثلا سوادش هست آیا مسئولیت قبول بکنه در قبال کسرینان بتوانید تا آیانه چه بکنید یا کسانی که گیشترش وانتا هنچه گروه شر بکنید ته واتساپ و ته نزانید تلگرام و چه گروهان در آموزشی شر بکنید تو چوبکان رو بتوانید آیان بهر بزورین ایشی بازی کمکی بود پرش ولی هنگت فکر مکنن همچی چیزانی بود تا چند وقت سبکن خبرون کرده بودن موقعی که سبکن ماتان و بهاران از که خبرش کرده سبکن یکم که گلایش کرده که چوکان لوگای که درسوانه سبک مسئولیت پس ماتن قبول بکنیم مخصوصا ماتن قبول بکنیم تو ایشی با سختیم پرش ما هم این سبکن چی داته پرش که پرچه شما سبکن چند تا ماتت یا گروه شهر نکنید که بتوانید مثلا مسئولیت چوکان رو چی بکنه یک روز بعد که تو نتوانه کسی دیگه مثلا تو انت مسئولیت قبول بکنه بله همچین چیزی جاه نکبته ته جامعه ما که سبکن وقت مردم بلوچ ماتان گوهاران براتان وقتش این مسئولیت قبول بکنن که وقتش این سبکن چی آموزشی کسانی که سوادش هست کسانی که زانوکن مسئولیت قبول بکنن تو چوکان دستوانه و دیم برگا تی دست بگیرن این منی خبرن من افار سلامت باشه بانو کمیده بانو کمینا ما شما گوشتارو کنم بانو کمینا هم مایک پاش کلورتی موضوع باره خبر بودن باز مهربانی شما ها بانو کمیده گوشت این خبر ولی همیشه متاسفانه مشم جامعه سک عقب کبته هر نظره و من خیال مهمترین چیزش این که معاطفت سک مهمه بچو که تربیت ها بونگه جاد چی یا من خیال گشتنی مهمترین معاطفته و وقتی که سیستم نیمش ماحولا هیچ کاری بیکنه ولی اگه تربیت لوگه تو که چوک یاد بگی
بازی ماتی همیدا که ما شما گندگیم بازی ماتی کسان سور کنن تی شما دستان هیچ مدرسه نرفتن یا نظر فقر یا هر چیزی. ولی خب یه گروهانی که اگه هستن همین چیزی که گوهر حمیده اشارت کن که مثلا همدیگر کمک بکنه این سکی شانی چیزیه، ولی به نظر من هیچ کس همچین چیزی نیستیم بوده. حالا من نزانم بوده چطور کایم به چه اندازه. امیدوارم که مردمانی که هش کنن تی این ملک گوهره آباد بهتر زانه حتما اشاره بکنن بگوشن که چطور کایم و اینگه هم مثلا مردم اگه مقایسه بکن اینگه همی دابه مثلا گشته ایلوگه تو که مردم یاد گیرتی رند ماحول رند مدرسه این چوک مثلا پیشرفت کنته این سک مهمه بخصوص به جنین چوک مشم جامعه که هر نظر متاسفانه عقب کفته و یه شهرین چیزی که یک دیگر بتونه کمک بکنه کسی که سواد هسته مثلا گروه شهر بکنته یا به هر حال همین منی خبر هم شد. مهربان منتوار بانک مینا بانک فضیله اگر شما رو گپی هستیم ما شما گوشتارو کنیم واجه لطیف برمزی واجه شما باید شاد کشین شما رو برزا سلامت باته. من اجازه برکنم. جی واجه ما گوشتارو کنیم. من هم 8 مارچ که جنینان روچین جنینان مبارک باد گوشم. ما باز واشنگ دیوان شما گفتگو و به خصوص بانکانی که دا هستن وشی که اروپا ما فعالیت کنین و در سطح مثلا بلوچستان آگاهی نیم. البته من ایشی انتقاد هستن که جنین هنی ودا دور آگاه هم آگاهی شرقه ولی آگاهی ها که من فکر کنم هنی مدرسه هست دانشگاه هست و جنین پیش پیمانه هم تو آگاه هم ولی چند مهمین ریشه هستن ودا که جنین پشتا کپتگان مثلا کودک همسری هستن و چند همسری هستن و آزار و اذیت توشی هستن. یک کشن که بلوچستان باز محمود بیتگین بلوچ مردم و چوکان زید سیر کنند به خاطر شی که گوشی می چوکان اولا که اگه مزن با نگرند رندا مردینش نگرند. دوم یکی علتشن که وطار اقتصاد نیسته آزاد نه که مثلا چو کاری بکنند به خصوص مثلا روستایان توکا و اگواتار اقتصادی مجبورن که ماتک پتلوگا بمانند و مات پتلوگا دراهی روچ مات پتلوش مای داشت نکنین چون ما را هم اقتصادی لحاظا مشکل هسته و دو میشه که من مذهب هم ودا مثلا تبلیغات کنتن که جنین چوکا که 9 سال بیتن باید سیر بکنتن که اسلام ها گوشتن و هنی مثلا یه مسیحی که مدرسه دینی هستن فعالیت کنگاین یه تبلیغات کنگاین حتی ما بری جنینان بانک جنین گوشن ما طبق قرآن رین وقت حق حقوقا وحن قبول نکنند بازی ریشه هستیم تنها ریشه مثلا آگاهی سطح آگاهی نه آگاهی و سک باز هستیم امیدند که ایشان شما فعالیت کنگاهی ما بلوچستان تو که گشته اگر چوشین گروه ببیتن و فعالیت بکنن هم سک شدین شما ایدا توانی پشتوانه ببید و آیان ودا مثلا حمایت بکنی سک شدین هم باز مهربانی شما. سلامت باشه وجب لطیف من خیلی در مورد ناهاگاهی یا کم هاگاهی میمول کن توکا وجه بندویش مر باشد کشیم پدا اولی من نظر البته ایشین که من الان ناهاگاهی نسبت به حقوق جنینا یا مردم گوشت که نگاه یا دیدی که هستین نسبت به جنینا درستی جهان حتی ما جهانی که پیشرفته ما گوشیم یا جا کشورهایی که پیشرفته هم نیاز به اصلاح یا نیاز به آموزش گشته هستیم و پمش که هم سازمان هایی که جنینا هستیم اون کشورهای پیشرفته تو کم فعالا شاید گشته هم فعالا و علت فعالیتش این که یه احساس کنگاهی که کم بوده آگاهی جامعه تو کار نسبت به جنین نسبت به حقوق جنین ما بلوچ اولی گپشیم من نزد تو که ما باید قبول بکنه که ما کم بوده آگاهی هستیم اگر چه هنی گشتر بیت نسبت به پیسرا منتها بعد آگاهی هم یعنی
اطلاعات منفی هم سک باز ممور کن تو که هستین که احساس کن طرف بازا منتها دیدی که نسبت به جنین یا حقوق جنین هستی کاملا منفی و مرد سالارانه یا اصلا کلا نگاهی که با یک ایدئولوژی گمو بوریم اشی آگاهی نه منتها یه آگاهی که گشته منفیه. شاید بان کنیم مد نظر گشته چه که آگاهی گشته بی همیشه که اگر آگاهی بیتیم مردمان تو که ذات بیتیم گروه مطمئنن این مشکلات نیستن. همیشه مشکلات علت بنیاد شما ناآگاهی و نزانگاه هستین یا قبول نکنگاه هستین. وجه بندوی ما شما پدا واشات کشین بانو فضیله که شما گپی ما شما گوشتارو که شما مایک پچ کو انچو که شما گوشت که آگاهی به اندازه کافی نیستیم و واجه لطیف گوشت که لحظه جنینا هستن گوشن که ما طبق اسلام که جنینا 9 سال بیته باید سیر بکند وقت جنین لاتی لوتو که گوشن ما مثلا اسلام طبق اسلام پیش رویم یه و یکی چه دلیلان یکی وقت ثابت کردین که آگاهی به اندازه کافی نیستین جنین یا که آگاهی ببی به حقوق و آگاه ببی هیچ وقت نگوشی که مثلا بلوتی در سن پایین سیر بکن اولین چیزی که فکر کنتی به تحصیلات وطن به آینده وطنی و فکر نکن حاضر ببی در سن پایینی سیر بکن و چوتی آینده بیخبرین آگاهی پس نیستی اشیا قبول بکنی یه نبی آگاهی. سلامت باشه بانو فضیله و نکره ما شما گوشتارو که من قبل سلام عرض کنم خدمت فکر کنم که اشی سکه ساده نکته بازی که کسی را یک فایده رسته یک منفعتی رستگی در یک جایگاهی بوده که حاکمیت بکن حاکمیتی که دست یک پرش سخت باشو بیال مکنیم بلوچستان جامعه اتحاد ماشاءالله مطرح کنه یک مرد سالاری حاکمه که واقعیتا همیشه یک مرد سالاری به عنوان یک بخش بسیار محکمی از فرهنگ جوامع مثل بلوچستان فقط بلوچستان نه منطقه تا کلا به همین شکل که به هر حال سختند که بسیاری از مردینا این حاکمیتی که هستش که دستی بدهند بلورد چه دستی بدهند و پیشیه که این حاکمیت هم بتواند بدارند هزار یک راه و رفق و حیله و دلیل از سنت بلورد بگیره و قدیمیان بلورد حساب بکنه و نظارم به هر حال بخش قوانین و مقررات مذهبی سو استفاده کنگن توشن تمام این چیزا هستن ولی واقعیت ایشیند که از آنجایی که جنین هر جامعه نصف جمعیته و با توجه به ایشی که ادا مسئولیتی که جنین را در ارتباط با جامعه و خانواده هستیم به عنوان ماتن تعیین کننده ترین فاکتور و محور تغییر و تحول در جامعه باشمش رو دقت بکنیم باشما بلوچان تا اگر چنانچه این مردینانی که ماشما رو الان به عنوان کلمه میر پرش خطاب کنیم چرا که شاهکارهایش انجام داده بود در گذشته و الان به شکل برحال مثل به قول ماشما بلوچی جامعه اتحاد شان اگه دقت کنیم ماشما گندگی حتی همین شیران تا هم که هسته گندگی بود ماتانه که نقشش هسته به پرورش ده چوشین قهرمانان چوشین کسانی که الان ما با افتخار نامانش گرین و دیماشاری او واقعیت کشیه مروچی که ماشما و تا به عنوان یک ملت حساب کنید و به دنبال حق و حقوق ملی وقت هستید اگر چنانچه این حق و حقوق با همراهی و همکوپگی جنینا و مردینا مبید باید بیایال بکنیم ماشماشان یعنی فقط در حد همین شعار مانند ماشمشی ما
برحال به عنوان یک ملتیم، به عنوان یک سرزمینی که اشغال کنک بودیم و می حقیم که مستری ما رو برسیدیم بلوچ راج مستری بودی دستی برسیدیم ببیم ایشی مستلزم همکوبگی جنین و مردینه. یه مثال خیلی مشخصی ماشما که دقت کنیم ماشو مشکی بلوچستان انتها که زمانی که بلوچ جنین زهگان و بلوچ جنینا بخصوص بی اس اوی تا یختگن و فعال بودگن اصلا چهره اجتماعی بدل بوده. ایشی مطلب ایشند که واقعا اگر چنانچه ماشما یک عقب ماندگی اجتماعی بلوچ حساب بکنین هر چیزی بلوچ حساب کنین غیر چه ایشیه که از زیر ساختهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که هر ملتی حقند هر جمع انسانی حقند ببیتش و آنم قرن 21 تا ولی از آنجایی که ماشما بلوچ هم به عنوان یک سرزمین اشغال شده و به شکل مستعمره در مقابل حکومتگران مرکزی فارس یا پاکستان بلوچ حساب بکنید حتی افغانستان بلوچ حساب بکنید ایشی یک مصیبت اساسی و محوری است که حتی تفکر اجتماعی ماشما بخصوص مردینان تا بلوچ حساب بکنید هستی. اما لورتون میبینید تاکید فقط ایشی اتفاق لورتون باشن که من جنین بودی حق حقوق توانت برسیدیم بدون همراهی و همکوبگی همفکر و برابری طلب مردینانی که همین برابری جنسیتی دنبال هستند برسند و نه ملت بلوچ به حق حاکمیت ملی و رسیدیم تا زمانی که جنینان بلوچ پاد آیا و همکوبگ و مردینان بلوچ پیوتی حق و حقوقان چی سیاسیش حساب کنین چی فرهنگیش حساب کنین چی اجتماعیش حساب کنین هر چی حسابش بکنین غیر ممکنه که بتواند پیروز بودن و اشا مستلزم آگاهی هم گپ جرک بود پیسرم و من حالا یک هم در چشمامی گپجات که الان مشکل آگاهی نیست و واقع همیشه الان با توجه به سوشل میدیایی که هست مطرح توشام و این قدرت سانسور کنگه به قول معروف قدرتانی که پیسر همیشه تلاشش کرده بوده که جلوی اخبار جلوی خبر جلوی حقیقت بگیرن فرق نکرد ایشی توان دولت ببید یا توان تمود ماشین یا تفکر مرد سالارانه ببیده که بلوچستانی تا و جوامع دیگری مثل بلوچستان تا هستن تشان بلوچ هست این آگاهی دیما بدارن ولی خوشبختانه عرض میکنم الان با توجه به این قضیه که در هر صورت ماشین جنین بلوچان پیش هم داشته ایشیه که کمتر چه مردینان نهند میدان اجتماعی و مبارزاتی تا ماشما بودی بلوچی فرهنگ تا بلوچی بچاری از نظر مبارزاتی اما چاکری زمانه که بلوچی بگیرین که های همراه بیت بودا فرمان روایی و فرماندهی بسلا جنگی که بر علیه مهاراجای هند بیت انجام بدن چی بیاین برسه این و میرکمبری ماست بید و هزاران دیگه یا مثلا دادشاه گل بیوی وار حساب کنه یا دیگه گل بیوی که یار محمد زیان بی انگریز الان گلاشن تعریف کنن نویسند نوشته خاطراتان تا که این جنین بلوچونی شخصیتی بوده از نظر توانایی گفتکنگ و خبرکنگ و تصمیم گیریشن و به همین دلیل اگر دقت کنیم ماشمه جنینان بلوچ ویتی تواناییان با تمامی مصیبتانی که از نظر بسیار دولتی و عود در درون بسیار اجتماعی و جامعانه بلوچ حساب بکنید با وجود ایشی توانتگش پیش بدارن که کمتر که یه دیگه راجان مردمان دهند به همین دلیل اینکه گنده مثلا بلوچستانی تها برای به یک شکلی هم ماشمه جامعه سنتی به یک شکلی مدارای هستید هم قبول کن و همیشه که حتی مثلا حکومت های مرکزی مجبور و محکوم بشه گنده مثلا شهردار جنین بلوچه فرماندار جنین بلوچه و منظورش این که جای بسیار خوشحالیه جای بسیار شادمانیه که با تمام این مصیبتانی که بلوچستانی محلوک سرا هر گوشه واقعا گوارا بوده از جنبه های مختلف رو که حساب کنیم بله با این وجود به خاطر ایشی که جامعه بلوچ و بلوچستان تاریخاً به عنوان یک جامعه بوده که مدارا سخت بالا بوده یه جامعه تا گندگی که مثلا با وجود تمامی تعصبات مذهبی که بلوچ حساب کنیم تعصبات مرسالارانی که بلوچ حساب کنیم حتی با وجود هم گندین در مقابل یک مقدار چه کار کردان و چه عملانی که به اصطلاح موقعیتانی که به اصطلاح ماشمی باز گوهاران به هر حال ماشی چوکان جنین چوکان وجودی آنترشان یک شکلان کناری آید امیدوار کننده گشتر این جنبه این که یک
فاکتور و قدرت و نیروانی که همیشه جلوی سانسورش کرده نشتگش مثل آگاهی برسید بکنن مردم از یک طرف پروشتگن تو پروشانت و از طرف دیگه این آمادگی اجتماعی در میان ماشمین جنین آن هم با قدرت بسیار زیادی داره دیمایه گندگی ماشما مگر شما فکر کنید که آن جنین زنگی که برحال در ارتباط با حقی که برای زندگی وقتی هستند وقتی حقی زانده و به همین دلیل هم گندگی نهایتا یک شکلی بالاخره لوتید با کسی که دوست انتگوری زندگی بکن همراه بید چه اما زاند که اگه اتفاق این کار ما انجام بده و مطمئنن سزایی که مثل این جامعه تحاب هستند چیز ولی با این وجود همت کن با این وجود رو باشم شاهد هستند گندگی که چین چوکشه باشم جنین زهگان ماشمی بهاران ماشمی باسان ماشمی برازهت و گوارزهتان به خاطر ایشی که حق و حقوقش به عنوان جنین زهگ پایمال کنک بوده چه به شکل های اجباری ببی چه به شکل به قول معروف ها کودک همسری ببی گندگی که نهایتا حتی خودسوزی کنه غیر کسی که سرانش برن تو کشنتش چه بنجاره خودسوزی کنه ایشی پیش دارید که این چالش بینه جنین و مردین برای برابر حقوقی کاملا با تمام قدرت ولایشن دیمای رود ایشی هیچ کس دیمیم داشت نکرد ایشی روانه و محکمم روانه اما فقط مهمه که این جنبشی تها این تنش و یا این تنش اجتماعی و این چالشی تها که هستن توشان سرپد مردینان آیانی که به هر حال واقعا خواهان برابری حق و حقوق برات بهارن و همدیگر که به تمام آیان به شکل مساوی گونش برخوردار چه بکن برخورد بکن و حق و حقوق برابر اجتماعی و اقتصادی و سیاسیش ببیتن تو اشام کودایی مکنن در نتیجه گو هم کوپگی جنین و مردین این مشکلات و مصیبتان اجتماعی سیاسی فحصیزان توانند حل ببند مستلزم شک ماشه مقدار بخصوص جامعه مردینان و مخصوصا ها کسانی که تریبون دارانند فعلا در جامعه بلوچستان که ماشما به طور مشخص دانیم که این تریبون کی دستین اگر چنانچه این مسائل و این معضلات جامعه سرپد مبند و ملوتند کمک بکنن برای رفع این مصیبتی که یک مصیبت اجتماعی و انسانی یک همت بکنن و همراهی بکنن توشان ایشی تاوانا مطمئن یک شکل انقلابی نهایتا مجبور به پس بدهند و پس هم دهند کردن اما امید همیشه که برحال این تغییر و تحولات با همراهی و همکاری و همگامی جنینان و مردینان بلوچ در جامعه بلوچستان در هر کجای بلوچستان که هستن هر توکوری تا که هستن توشان وحشی و وحشنامی دیو برود سلامات کنم خیلی لوتن که مقدار احساساتی بود و یکم که هم تندون گفت شد و همیشه که طولادید منتوار سلامت باشه نوکره ما وشاد باشیم واجه عبدالله و واجه عبدالحکیم و دکتر عظیم من دیوان اگه مبلوٹه یک موضوعی که ما دیوان بریم اجازه دیم یک سوالی مطرح کنم و نوکریم شما گفتن تو که ما یک سوالی که من ذهنات من این سوال تنها شما رو نکنم چون یه دیوان واسطه کردن سوالی و چون ما دیوان چون که مرچی جنینانی ما اگر جنینا همیشه خبری ها ما یه اجازه چه دیوان اگرین که آب پیسر و تیگه پا بکنه و اگر جنین که چهلای هم ما دستبندی کنی که برزا دایم چون که دیوان مرچی موضوع جنین اگرین بهتر هم همشین که جنین و تی مشکلات هم وقت بوشن تو وقت راه حل بدیم نکریم من تیگه پان تو که سوالی که من هات کشین که حوالی جوست منی کشین که شما مشکلاتی که بلوچستان تو که جنینان هستین چه اندازه سیاسی و چه اندازه اجتماعی گنده چون که ما یک سیستم سیستم تو که زندگی کنگاه و دا مختلفی ملت هستیم و دیگر آین تو هم جنین هستیم و ما آین شرایط گنده من جنده دقلی احساس کن که باز نظر چه ما را دیماتر ممکنه پیسر امکانات کشتی بیت یا هر دلیلی یعنی من سوال گو همیشه ورنگو که چه اندازه شما جنین مشکلات سیاسی و چه اندازه اجتماعی گنده و شن راه حل شما چطور گنده و دو میشین که شما نه ما یه بارهای دیوان تو که مخصوصا کلاب هست تو که من جنده بارهایش بوده که در مورد جنینا و حقوق جنینا خبر کنک بی همیشه ما وقتی پشتا و تاریخ یک مثبتی نگاهی گم چاریم و وقتی که مثال جنین چی بانکانی مثال جنین که واقعا نامدار بیتگن و آدور مطابقه بلوچ جنین چادگی ملت حداقل پشتاتر نبیتگن یه احساس مردم تو که من جوستش که چه اتفاقی که بلوچ جنین
حداقل نسبت به عادی ملتان جنین کمو پشتا کپتگم یا ما یه احساس کنه اگر اشتباه کنه گاهشون بوشه و چه اتفاق کپته که بلوچ پش کپته و چی بکن تا یه پش کپتگی رفت بی و شما چطور گندگاه یا هنی شرایطا بلوچستان جنینان نگاه و یه چه چشماندازی شما گنده بلوچ جنین واسطه اگر با اونکا خبری هستیم ما پیسر آین گپم گوش داریم زنده اگر عادی دوستان اگر نظری هستیم ما گوش داریم این نطور بانو پذیرش من مایک بچین اگر شما رو خبری ماشون گوش داریم اگر بانو پذیر شما رو بانو کن اگر خبری نیستین نکنیم اگر شما رو گپی هستیم و گوش دارو که اگر نه وجه عبدالله گپم گوش کنی یا اگر وجه عبدالله هر کسا که یه موضوع سوالی که مطرح بیه گاهی واسطه خبری هستین و نظری هستیم و گوش دارو که من تانه یکم تی زمینه خبر کنم مشکل سیاسی هنگت ما با درسته که خبر سیاسی کنیم تو جنینان ولی با صورتی که اجتماعی ببود و مزن ببود و سازمانی ببود سازماندهی ببود و ایشان هنگت باجه نرسته هنگت مشکل جنینان بلوچ مشکل اجتماعی هنگت حق و حقوق اولیه و تا هنگت به دست نیافته جنینان بلوچ که پد منند یعنی هنچه که وقت شما گفت واجب است که سبکن دیگه ملیتان از نظر دیماتر بخاطری که مردینان پشتش بودند از همه اول کوپک پا کوپک سبکه مشکلات گوهندگه دیمایش بردند هنچه که یک جنینی مثل اگه کردن رو بگوین که زبان و ایشی که زبان و دیما ببرین جنینان دیما بودند مردینان پا پشتش هنچو حمایتش کرده ازش از هر نظر سیاسی نظر اجتماعی خب همشه یک جامعه بدون ایشی که جنین و مردین گو هم دیگه همکاری مکنین تو بتی جامعه بتی مشکلات دیما مبرین به هیچ جه نرسین نو همچه که تنوی همکاری بین جنین و مردین تو جامعه بلوچستان نبوده اگر این کار مبود هیچ جه دیمام نرین همه اگه بلوچستان شرقی هم بچاره این جنیناری که نامش تو هم تو کار بازش کرده ته دانشگاه اگه دیما رفته مردینان پشتش بودن ما تو پتان پشتش بودن براتان پشتش بودن ناکو نزدیکان پشتش بودن نو تا این ما با جاه مرسیم تا این مردینان هم کمک مکنیم تا ایشی که وقت جنینان هم این که جورتش ما بود که دیما برین تو وقتی خبر بکنین وقتی جنجالان رو دیما ببرین یعنی جامعه دیما نرود منتوار سلامت باته بانو نکنیم شما اگه مایک پچ کنم ماشون گوش دارو که من حالا بلی دیگران گپ بکنند من گپ بود یک نکته فقط اتفاقا حیال کرده و لوسن عرض بکنن که من هنوش معلوم کن که در اصلا چارتن تو بدمندی که شیخ جان عکسی جته واجه اکبر بارکزیی که متاسفانه مروچ دوشی بیران بوده هم در ملکت لندن که جای بسیار بسیار تاسف این تو تسلیت عرض کنی باره و قدم منتوارم من به عنوان یک کسی که واجد اکبرش نزدیک سکبال جای از دیستون که شیخ عزیز آیه عکسی به عنوان چیز جته من راند گپ کنم آگه موضوعی سره و این گپ سکباز به این مسئله سرک سیاسی اجتماعی ولی بلیدگران گپ کنم من اگرانتر فرصت بو گپ کنم منتوار سلامت باته بانو پذیرمشون گوش دارو که اگه شما رو بره منم لطه یکم که امی موضوع در برابر بکنم که یه دیگه ملیتان دیگه ماتره انچه که بانو امیده اگوشت مردینان گشتر ام پگند گومه گشتر امایت بیند و من جامعه متاسفانه چون یه سنت تعصبی به شکل امایت نبیند و سک باز ترسن چه قضاوت نتونه تحمل فشارهای اجتماعی تحمل بکنه چه قضاوت اطرافیان و دوست و آشنایان ترسند به شکلی که باید حمایت به بیان جنین نبیان متاسفانه
سلامت باشه. بانک وزیره شما خیال تو که چه کمکی یا به چه صورت کمک ببی کمکی که شما مد نظرین به چه صورتی اگر شما شکم گشته بود شما منتوار بشه هر مسئله تو که اگر ما بچاریم امی کودک همسری که هسته امی فشارهایی که به جنینا وارد و امی آسیبایی که گندن مورد آزار و اذیت قرار گیرن. خب من مثلا ملکا اکثرا چوکان تا 13 سالگی 14 سالگی یا شاید هم کمتر سیرش دهم و یه باعث بی زندگی شهری ما بیتنه تحت فشار ببین فشارهای روی و اگر چوکان که وقتی خانواده پناه بگاه حتی خانواده هم نتون حمایتی بکن فقط به یه خاطر نتون حمایتی بکن که مردم چطور برداشت کنن که یه مبادا پا جدایی ختم ببی که انگی بدنامی و ایشان پیش بی یعنی چوک مثلا امی بلوچستان سک بازن که مخصوصا یک کودک همسری توکا که خودکشی کنه و امی چون روچ پیش هم مثلا یک خبری مواند اشتوکا یک جنی که جوانی نیا و تا سود که امی خشونت های مرد باعث بیتگن که و تا بسوچی و خانواده هم کمک نکده مثلا بیتون چه مردا جدایی بکن و چوک های مایت بکن و متاسفانه جمهوری اسلامی چه دولتی نیه مگان هیچ دابی کمکی نیه مثلا یه دیگه کشورهای اروپایی جنینای مایت بند چه مشکلی چیزی بیتنه مثلا حداقل دولت کمک کن ولی ایران توکا همچین چیزی نیستی. من یه بر تمام بیتو واجبالات. سلامت باشه. سلام شما شب باش. من شرمنده نتوان تو برده ولی خب خبران گوش کردم و گفت فضیله جان و حمیده جان و بقیه موافقم نظرش و من دقیقا همه فضیله خبرشتیم که همه هست همه جن من کاری به دولت نداریم اب بحث بعدین اما بعد اول وطره جور کنن گرم روم به مقامای بالاتر پیگیری کنن اول وطره باید جور کنن اما مردن زک بلوچش من به چه دروگ گوشن حتی نی جنده براست یک مسئله بی نه یت کشی اوکی بل موت گواره خبر بشکنی ای احساس زانین چه نه چه درس بی چه گسکورتن بی چه هر مسئله بی خب در جا آمد داغا کن تقیانا کن و انون شرم ناموسن یا نزنین ای فکرای سطح پایینی که انگته هست من انون سیادی داریم که به قول و دکترن ولی طرز فکر گوی فارسی که بی سوادن هیچ فرقی نکن این مشکل ما دارن اما مردن زک حاضر نوان شد تیجینن زگن در شرایط های مختلف حمایت کنن در سوانتن به منون یک سیاد در این چابار جینه که کلاس سوم یا چهارمه یک روز که مثلا هوا سرد بود تا اون چابهار که سردی اصلا نداری با گرما برگشته بسنی جنک مرد سردن جنک انون 3 سالش درس مانده و تی جنک که نیشته برود گرومون بای گوشتم پچه نیل بیل برود زاگن فلان گوشته نه مرد رو که چمپاره بی فلان بی ایشه بی آبی 2 سال دیگه مرد یه دین راست بی حلاسه بی خب همه جندون وقت دارن وطرا نابوده کنن لازم نین بلچم به دولت و به سیستم و ایها برن اما خیلی مقصرن من یعنی اشاره به چند موتی سیادن دیستون بماند قریبند و به نظر اما باید اول وطره جور کنه و چی خانواده اصلاح کنه اما جن و چی طرز فکرانه قبول کنه و اما جنین زن یک مشکل دیگه که داره یک که خدای نکرده جتاب یا نزنه یک اتفاق یک
هر مسئله تو هم پیش بپیک جنت زگه مو چایر تو و لعنت کنم مو چایر سرزنش کنم هیچ کس نشی آقا بیشی دسته گرین طرف مرد مری اما منتظرن که آیا دوست پسر ودیه کن یا نه آیا نزنیم فلان کن یا نه نشن که آقا جان بیا یک کاری کنه ایشی زندگی جور بی نه هیچ کجا هم اما نکنن مردن زد که ماشالله تا طرف مرد مری یه جتابی بودوش اما برون گیرن ایراد این که اما دارن دولت که نیدهشانه به ما گوشی اما جن کاره کنن و ایش به خاطر بیسوادی اما به خاطر فرهنگ اشتباهی که از طرف اسلامی بودن وارد هم فرهنگ بوده ایشان اما باید کم کم اصلاح کنن و همه گروهی تا شاید 50-60 نفر داره توار اشکم بینی نظر اگر به 50-60 نفر که اما هر کجا یک خانواده رن همه کاران سعی کنم بعد ایشی میلن تکرار بی زانه 400 نفر زندگیش که تربی سال دیگه قول دین ای تلفاتی که فرهنگی اما دارن خیلی کم تربی خیلی گیتره بیم وضعیت پچه هنون کرد وضعیتش گیتر بوده چون من گو کردن صبح تا شب ارتباط دارم دنی صمیمی رفیق کرده وقت من تعریف کنشم مهنوش اما 20 سال پیش وضعیت نداشتم مثل شما داغون ولی انون کردن بینا این فرهنگ داری جایی که پی آقا جان جنین زگ کک داری و قبول کردن اگه جنین زگ پیشرفت کن مردین زگ 10 برابر پیشرفت کن چون ای پانه یک گوار داری که دل و جرأت داری شدی اکا دفاع کن و وقتی گوار تو ها ای کاره کن مسلما پوتی براسا و پوتی پست و پوتی مردم کن خب به مردن زگه نفاین ولی همه مردن زگشی نه جنین زگه که بیتی ما خبردن این کن آن کن هیچی دیگه بانده به ما جواب ندن هر کار دلیم کشی کن فلان هزار خبری که من وقت بارها شدی نزدیکترین کسان اوشکتون ایش اول به هر سیاستی که تغییر کرده چه هند هر کشوری که موفق بوده در برابر استعمار در برابر ظلم بوشتی اول وطرا تغییر دادن گورن توانتن جامعه تغییر دادن پس اما به نظر اول باید وطرا تغییر دادن اگه وطرا تغییر دادن مسلما توانن خیلی کارهای دیگه کنن در مورد فرهنگ سازی در مورد درس خواندن در مورد ایده هایی که حمیده جان و فضیله گوشتن به نظر اوکی من اون یک گوار ایران تین بعضی اوقات یک کمک های یکم ولی این گوار یک نفره ایران چون هزار بلوش داری یک نفر چیکه توان کار کن اما باید مرچی با هم دیگه یک گروه یک کمپینی رو تشکیل دهن یک منطقه انتخاب کنن اما منطقه کمک کنن گرم برون بعدی این در حد کم ممکن بوده باید کنن این باعث بی فرهنگ سازی به 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال بعد دیگه بین تمام عموم بلوچن نرمال بی و مچ به هم دیگه کمک کنن و این باعث بی پیشرفت کنن من اگه اوچی همسایه کمک کنیم که پیشرفت کنن این بینی نفاین بچه چون بانده باعث بی من شایی یک کمک گیریم ولی وقتی بیواسه بی بدبختی بی بینی چه درد آوا ایش بینی نظر اول باید اما اوچی ایراداتن اصلاح کنن من نشین دولت مقصر نه خیلی مقصره ولی اما هم دارن خیلی کوتاه فکریه کنن خیلی بیخیالی دارن تیه کنن بعضی مسائلن و وطرا عادت دادن به این بدبختی به این فقر به این نزنین بیفرهنگی به سنت هایی که اصلا مال بلوچن نین اصلا ربطی به ما نداری اصلا ما جا پرندن که آقا بلوچ باید این بی در که اصلا من شدی پیروکه که خیلی سن بازن سوش خودش اصلا از زمان همچی چیزی نبوده ولی انون جا کفته خبر اونده 10 نفر تی دفعه تاجن که خبر مده اصلا این نبوده تا فلانه تا ایله تا بده ببخشید من یکم تون خبر بدم سلامت باتی بانک نه شما ماشاءالله واش هم گاشت و پواشی و تی گپ دیما بو اگر بانوکان گپی هستیم گوشتارو که اگر نگوره ما میمانانی که وقت کنم برزا این گپ گوشتارو وجه عبدالله دیریم وقت که اگر وجه عبدالله گپی ها بانوک همیتا که شما گپی ما گوشتارو کن من دتوا
بانوک بهنوش باز و خبره کرد شرین خبریم تا ما بتین و تو شر مکنین کسی دیگه نیت ما شر نکن پیک ازبتین همیشه بنداز بکنین ازبتین شروع بکنین تا بتین کم بودن و تمگندین تا بتین ضعف و تمگندین کسی دیگه نیت که ما رو بگوید که مخصوصا که کسانی که پیتش که ما رو اصلا نسل ما رو از بین ببرین نسل بلوچ از بین ببرین چون که آین توانین ما رو کمک بکنین که وقتی ما کمک بکنین همشه که گفتی که مثلا یک نفری یک کمکی کم چند نفر هور ببین تا همه مثلا ایرانیان مردم گنده همچون که یک جای یک کمکی شفت هوا ساتا که یک پول جمع کنی تو طرف کمک کنی هنگت بلوچانشی جاه نکرده هنگت بلوچانی هستین که بعضی وقتشند دور برین پولش هست توانه این کار بکنین ولی به جای روین که یک مزدین بیلدینگ پروتش بندین تو نزانین و تو پیش دارین که ما را هست ولی هستی پیشی نه هستی پیشی که تو ازاد تواناییان فکری و دیگران کمک بکنه توانین دیما برین وگرنه جامعه نبود چون که یک جامعه باشه بود همیشه که هر کسی مسئولیت و قبول بکن هر کس یک بحر بزوره و تا بحر زورک فحکان کمک بکنین تا ایشی جا نکرد تا با ماچفا متاسفانه نتوانه هیچ و دیما برین و جنینان دیما کنگم مردینان چی هستن تا ایشی که جنین مردم حساس بود جنین ناموس بود هیچ وقت ما دیما نرین جنین هم همچون انسانه یه وقتی فکر هست وقتی دیما روگم پیتی جهد بکن تا یه چیزا مبین متاسفانه ما دیما نرین نه فکر کن دست با دست هم کوپک با کوپک یک الگو بود یک براک الگو بود یک چوکی الگو بود دیگران یاد بگیرن ایشی یک چیز واضحه ایشی دیسته این که مثلا یک خانواده که هلت چوکی درس بانده جنین چوکی برو دانشگاه درس بانده تو دکتر بود نزانه بشه کاری بود جامعه ایشی یک الگوی پی دیگران هم گندین تو کم کمشی جاه کپیت جامعه منت خواهی منی حبرت سلامت باته ما پیسر چه که بریم آدگه دوستان جست بگیریم ما پیلی روتن که ما گشته بانوکانی گفتم گشتارگن چون منی التو که شهر رو درست هم همیشه مرچیگر باشه حداقل همیشه یه بی شهریم بله مرچی بانوک میروش ما کردان نامگه یک دوستی جالت یک جست گفته ما گفتن شهر جست هم بلکه نگفته نفهمته ما همه دولو که فهمته همه دولو جست داری کنم واجه جست همیشین که شما کرد مثال جتن شما که کردان تو که یا آزادی و یا استقلال جنینان تو که اشتباهات که آی دلیل شما چی گنده یا شما چی گوشتی چی باعث بیت که کرد جنین بلوچ جنینان دیاماتر بگن من مثلا اگه نفر نظرم ولی خب خیلی هر کس یک نظری داره من مثلا شایستوش بودم برگش به من گوش خود نسبت به گذشته گوش البته جنون خیلی اتفاقات به خاطر همه فرهنگ پایین زمان سریعتت من گوش چه بود و چه نبود ولی خب انو شکل جوری بوده که مردن زک وقتی یک جنین زک یک مسئله داری یک چیز داری باید اولا حق خبر داده ندهن که اما انگت اجا نکبده بین اما مثلا طرف شد مرده تلک کبده من پسر ندیستم که برود گوتی جنک که خبردن گندی از جنک چه مشکل داشته چون بوده فقط داشتی آبرو برده تا فلان بل انو یک مسئله کوچیکیه ولی اما این که ایش را تو از آنم و این که پما مایه ننگ و شرمن که دو حساب نداری ولی انو مثلا بین اما اجا کبته خبره دین و بعض خانواده هایی هستن که اصلا حق دین جنک وقت انتخاب کن وقت نظر دن چه پا درس بی چه پا کار بی چه پا گسکورتن بی پا تمام چیزا و دخالت نکنن مثلا یک زندگی پر از مراحل مختلف خب هر مرحله داشته واقعا انو همه مردن زک بجنین زک همان که وقت بود حق کده مردن زک همیشه به ما هم دارن حق کده
جانو قبلا شن واتش پس 20 سال پیش خیلی آدم خرابیت، یعنی نه که خرابیشه چه، یعنی چه لحاظه که اما رو درک کن به عنوان یک جنین زک اما رو پذیرابی خیلیش وضعیت خراب. ولی الان نه، همیشه من تو اروپاش من این کردن حتی تو دیناش نوز کردن نه درک کنشی اوکی نجنک تی طرز فکرن تی فلانه بچه، چون تمام اش به هم دیگه کمک کردن و خوبی که دارن انو کرد حزبم باید باز دارن و داستانم باز دارن، ولی این قضیه مشترک بودن مچه اوتی جنین زگان خیلی کمک کردن و قبول کردن که جنین زگون تو هم مثل یک مردین زگ خیلی کارا کن و شاید 10 برابر یک مردین زگ کارا کن. که یک نمونه مثلا همه جنگی که داشتن باعث بود که به مچن ثابت بی که جنین زگون توانایی دارید که بیت مثلا خیلی تصمیمات زندگی بله بای جنده احته حتی توانه شایی کمک گره و تمام نمونه و مثال بازن که زنن که واقعا جنین زگ توانه کاره کن. اما جنین زگ وقتی بحث ناموس که بی اصلا یک جور حبر داره انگار جنین زگ وقت وطی خوبی و بدی نزن یا دنبال فقط خرابی زندگی. خب یک جنین زگ و هیچ وقت دوست نداری و چیز آبرو با یک جنین زگ و هیچ وقت دوست نداری به قول معروف خیلی مسائل و خیلی استفاده شایبه. ولی خب وقتی قضیه پیشه که هیچ انسان نلوتی ها اتفاقی بی ولی کپته پس رای حل چین ایشن که قضیه حل کنن کمک کنن نه اینکه سریت جنن یا گوشن تا آخر عمر سوچ و ساز گمه وضعیتی که هست یا اون که گرن کشن. خب من اومد کسایی رو درسته کنیم شاید درسته که خانواده حمایت دیانه کن، شاید درسته که شاید کشنده، شاید درسته که آبروی برود سالها داری تن به زندگی یدن که 1 ثانیه حتی نلوتیده 1 ثانیه. خب ششی یعنی شه عذاب توتر به هیچ انسانی وجود نداری که تا تی ثانیه به ثانیه عمر به وضع گوازنه که اصلا نلوته. خب شش بدتر یعنی شکنجه بدتر بندی نظر وجود نداری. اما مردم انگار که خودکشی کرده و هر روز وطره داری کشید و چون زن هیچ گیر حمایت نکن سکوت کرده. خب یعنی چه؟ و ادم مقصر همه خانواده این ربط به دولت نداری، ربط به خیلی چیزای دیگه نداری. خانواده این که فکر پایینن، این که سیستم خرابن که انگی حاضرن وقت وقتی جنکه وقت وقتی به قول اون جندر ناموس نابود کنن که مردم نگوشنش این بوده. یا جنک که درس مثلا شن یکی که یک روشی آقا شو درصد امده همه روش پس یا براس جنک که دستگی کاری گساشی تمام بوده که مدرسه نرو. من زاهدان چون زندگی کردن دیستون موردن اما وقت تجربه نکردم خدا رو شکر ولی دیستون که همچین خانواده یه کارا نکردن. خب ایده من نتونیم گوشیم آقا دولت آته کارا کردن، نه دولت نکرده همه جن کردن. خیلی جاها همه جن مقصرن همه حتی جنین زگون مقصرن بچه جنین زگون خیلی جاها همدیگر پشتان نبودن سعی کردن وقت همدیگر سرکوب کنن و مردم زگون که طبق معمول خیلی اش بلا نسبت آدم های خوبشون من دیستون ولی اکثریت 95% دیستون سعی کردن سرکوب کنن. جنین زگون ما اصلا نیاده باشی آقا جان همین جنک مگه چی بله فلان نه ما اصلا شد ترسته سکوت کرده یا اگه ترستی نبوده هم عقیده بوده بودی مرده یا بودی زگان. خب این مشکلات هستن به نظر ما باید سعی کنن اشانه کم کم بلن کنار چون منو کردن تا کمتر چیزا در این گندین چون ندوره بر کرد باز هست اشانه زن شما ایشان اگر ما کنار بلن باور کنید خیلیش ازدواج های ناخواسته نزنین زندگی های زوری نزنین کودک همسری نزنین ترک از تحصیل ایش خیلی هاش کامون پایین آماره که پایین
گوران آده اما تو آنان یک فکر کنن اوکی دولت کمک کنن اما جن یک کارایی کنن اما جن به همدیگه به قول اما حبری که وقت دوستان عزیز داتن به همدیگه کمک کنن یک کم تغییرات ایجاد بید اگه این طرز فکرانشو تو ذهنان پاک کنن قبول کنن که آقا جان باید طرز فکر نو زندگی کنن افکار انو نزنین ریشهش کجا این دقیقا ولیش هر جا که آته یک افکار بی نهایت پلید و کثیفن که انگار تیجن هر روش داره باید کار چجنه و دقیقا اما موچی دارن گوید همه کاره کنن هم مردن زک هم جنین زک من جنین زگایی رو دیستم که وات بودی زاگه رحم نکرده البته نه که گوشین عمدن گوی طرز فکر جاهلانه که داشته وات بودی زاگان نابود کرده من ما سر دیستم که بودی بچه که حاضر بوده دیمدم به خلاف چه درسا در بیت حق کدین شرایط داده بدین خیلیش اما مجبور به خلاف بودن یا کنن انگتون خب ولی نگوشت آقا جان بله درس بانی یک چیزی یاد که برود دیگه شهر به قول معروف دانشگاه یا کار یاد که شغل آبرومند داشته بی وان دولت تو متون به بهانه خلافش رو دستگیر کن زندان کن اعدام کن یا هزار بلا این طرز فکر اما ندن شن آقا سریع بره خلاف کن پول در بیر اما زندگی جور بی اعدامون بود گروان درش باید بیوشه بی تو تا آخر عمرون به جمهوری اسلامی یا نظرین به هر رژیمی که هست دشمانه دیم اش اما طرز فکر بوده و خیلی همچنان ادامه داری همچنان قضیه ادامه داری و طرف خلاف بکن پول درکاری اما دیگه نشم بابا درسته زندگی جور بوده مالی ولی طرز فکر اما تازه یک چای تکفته که در آورتن بی نهایت سکه بی نهایت خلاف بکن که چه بید مثلا پول در بیاری ولی در عوض جان و زندگی تمام چیز نابوده بید وقتی میرید یک خانواده تو ای پشت سر نابوده بید به فنا رو خب همیشه بگی اما فقیرن همیشه بگی بلوچستان بدترین شرایط و ایران تجربه کن این مسائلی که بینی نظر ما باید وقت اصلاحش کنن یعنی دیگه راه نیم دولت شد که بید 100 دانک مدرسه جان 100 دانک مدرسه جان هر شهره تا ولی همه طرز فکر مشکل داری وقتی 100 مدرسه خالی بیت به چه درد آقا وقتی همه مردم زکشی نل آنک میرنوش فکر کنم صدا قطع بیال تقریبا منی که قطع هیگن دیگه دوستان که صدا هستین توار نیست او آنک میرنوشون توار شد اگر مشکلی هستیم پدا دراچ روم و پدا بیا ممکن صداش می بهتر بی اگر ما دیگه با آنکان گپی هستیم و گشتارو کنیم اگر دیوانه برده ما بریم اگر با آنکان گپی نیم و واجه عبدالله مرچی دیوان سر حال جنینانی و جنینانی موضوع بلوچستان تو که اگر گپی هستی جوسی هستی و گشتارو کنیم درود و سلام دیوان ته گوهرن گوارو و ایرن کماشو برات مباشر کنه سلامت باده بلوچ زندمان بلوچ دود بلوچ ربیدک بلوچ سرزمین و دوستینانی سومندی پشتا چونای دنیای هرچ انسان هرچ مردی سومندی و کامیابی پشت زالبولی لازم کردسته بی کردار است اگر ما بلوچ راج دفتر بچاریں تو اودار پیڑا مارا مزاحمت پیڑا جنگ پیڑا ہم زالبولانی سکین نے بامردانہ زالبولانی سکین ووم بودتگا و سومند بودتگا دوستان چی پیشتر ما چاکر شیخ کے گوہارا شیخ کے زہگا بانڑی بچاریں کہ یہ جنگ مستریں سوب مندی و یہ گوہارے گئے بانڑی
اور یہ دیمتر اما دودائے بالا چے یا کمبرے جنگ سکین آئینی مات کے ایک زالبولے آئین سکین بتر مرچی میں راج دفتر زندگیں ہمیں وڑا دادشاہ یا کہ گلوی بھی ہے یہ دادشاہ گہار ہے یا کہ گلوی بھی ہے جنگ پیڑا ہما بچاریں سوگمند و کامیابی ایک زالبولی مزنی کردار ہے اگے ماں مہر و دوستی پیڑا ہم بچاریں گوڑا مرا آنی سیمو سمو لگ بازن گندگا کہتے انو میں یہ وعدہ کہ ماں عید شاگردار توکا ماں بچاریں کہ بلوچ جونز توکا زالبولانی یک مزن کردارے یک مزن نشانے است ہنچو کہ بانوک کریم آئے ہنچو کہ بانوک سمی دی محمد ہے ہنچو کہ ڈاکٹر مہرنگ ہے نشانی کرد میش میں دیما ہے میش میں زمانے گا میش میں وحدے گا تو یہ شاگردالان توکا امگرنچا آئینی جہد آئینی سطح و آئینی زحمت میش میں دیما ہے بلوادی کے ماں گوشیں چیزا کے بلوچ زالبولا را حق دے نبی گڑا مستریں کردارشیں کہ میں چاگر تنی وادی بیوانگو بیزانگیں آراج کے وانگو زانگ زانا آیانی زالبول مردانگو ہمگاما تاوادی کہ میں چاگر سرجم وانگو زانگ میں چاگر تو پتنی وادی 10% مردوں وانندہ درکے تنا دیگے 90% وانندہ نہیں انچینا کہ پرائمری سیکشنات کا یا میڈل سیکشنات کا یا سیکنڈری سیکشنات کا ہوتی وانا گوائل کرتا اگر ما دین نیمگام برن بچاریں او دام زالبولانی صرف آوندی لگتا ہوتا بلے آیا یک زالبولی آرہ امینچو یک جنین زہگی آرہ امینچو حق نیستیں کہ آئیے کہ سوال آرہ جست نہ کنا کہ سور سانگے بابتا ماں گپ بکنے تو آرہ جست نہ کنا کہ کسی آئیے واسطہ نام زدے یا کی چیزیں بیتی نا وڈا ڈائریکٹلی آئیے جست نہ کنا یا چوائز دے ایک نویتے بس مزورتا بلا دکل کے مردینا نا یہ چیزیں چوائز ہستے نا بلے زال بولنا نہیں میدا چی مارا ظاہر زانک دانتے ہیں کہ میں چاگر تنی وادی وانا کو زانگا باز پشتائیں وما جنینا نا مدام وتی زال بولانا وتی راجتو کا مدام یک جہل نظریہ چاریں جہل نظریہ چارے گے مول مراد پداہم ارتچاری کنے پداہم وانا کو زانگا نیمگر ہوتے نا بلے اگر یک لوگی تو کا یک کسی تو کا یک فیملی تو کا یک زالبولی کردار کہ وتی زالبول ماتے دروشما بیتنے شکلا بھی گوہارے دروشما بھی یا کہ لوگ بانو کے دروشما بھی یک زہگیارہ پرورش نا تربیت تنتے زہگ دیمر ہوتے گڑا زالبول مستریں کردار ہمشیں کہ زالبول وقت فوئے زالبولی بھی یا وانا کو زانگا فو بیتنا یا علم آئیرہ یا علمی لحاظہ چی فو بیتنا وتی زہگارہ دنیا تو کا یک شرن تربیتی دنتے شی مستریں کردار ادام کے اتنا زالبولا ہوشتے ہوتی کا پگونڈگرن ڈاکٹر شیرانی عبدالکریم و شبیر کمبر ادھر سنگت است کل سلامت بات منتوار وجہ عبداللہ پیسر شکمت دیم ابرو وجہ عبداللہ میں جوستی شمارا موا دست بندی کنو اگر بلوچستان شارغی نیمگا بانو کی ہستیں ایک گورزا کہتے ہیں منتوار میں منی جستو بانو کریمہ نام گے اور بانو دکتر مہرنگ وشانی جودانی کہ درست زانن تو درو شیا صحیح گا منی جست اشن کے شما بلوچستان یہ جود آزادی جودا جہلاوا اشیا جنینانی حق و حقوق اشیا کہ جود تو کچنچو ہستن تو آلچو کہ شما وقت کو شاتا دیمایا و مردین آنی پشتایا آنی حق حقوق کے عام مردم عام جنینان تو کا شما وقت تو گندے آو دا بلوچستان شرقی تو کا و یہ دومی گا پشن کہ شانی جود چنچو بلوچ جنین حق دیما آرگ واسطہ اثر یہ رکھتا و اگر بلوچستان غربی تو کا بلوچ جنین انچو کہ ہانے مگا جود بیگیں تر اجتماعی جود انتو کا یا سیاسی جود انتو کا تر ور بکنا تری اثر یہ رکھنا بلوچستان تو کا جنین ہوتی حق واسطہ چنچو فرق کاری تھی اور دشما چنچو فرق احساس ہوتا یہ مدت تو کا کہ یہ جود بیتگا یا بانو کا یہ جود دیما ہوتا جس منا وجہ عبداللہ شمارہ ہم ہستے ہیں وہ دیوان درستے ہیں دوستو سنگتا منتوار جی سلامت بات ہے من یہ گونڈے نظرے ما بتکا منی نظر سرجم بیتے
بلوچ جونز توکا وادی کے سال 86 بانو کی آسومی ناجیونی دلبندہ گوادر دلبندہ تیاب دلبندہ و زرگلا ایشا وادی کے پاکستان لشکرہ ایشانا تیرگواری کرتشانی سرا یہ شہید کنک بوتا بلوچ سرزمین سراولی زال بول بوتا کہ شہید بوتا شانتی جان نادر بوتا پا بلوچستان و بلوچ آقا پا بلوچ زرا شہید زال بولان چھ پد بازیں زال بول یا رنگ زرتا پدا وادی کے یک جنز 2004 سایا کی چس بیتنا کریمہ دروشما کہتے ہیں پدا کریمہ چھ پد زال بولان میں گوہارا یک مزنے سکینی بوتک پا کریمہ یعنی واسطہ مرچ ڈاکٹر مہرنگ کے جونزا دیما برگینا بازیں زال بولی ہستا سمی بلوچ ہیں سمی دیما مدے مرچ 13 سال اسٹرائک نشتا مظاہرہ یک کیمپی چتگے نشتگا یہ رازارن دگے بلوچ بونا نشتگا یہ میں بلوچ زمین نے بلوچ آجوی یک مزنی بحری وادی زالبولانی بٹا ہے مانا امید ہے کہ یہ زالبول اشانی رودوم گیشتر بیان بیتے اور اگر ما لٹریچر حساب ہم بگریں لٹریچر ہم میں زالبول پنجاب ششا پنجاب تبانول دشتیاریہ بگرتا کہ انی میں بہار زائدہ رئیسی کے وعدہ جوت کنگائیں آگے ادب و سیاسی دوئی نیم کا بچاریں میں تو کا بازیں دیمرویات کا جونزے ہر دویں نیم کا جونزے تو کا دیمرویات کا اور امید ان کے گیشتر کھائے تھے بلے یک مزنی کرداری وعدہ زالبولانی معاش مگندگن کہ مدام پاکستانی لشکر زالبولانی گری لٹتا انا انی پاد احترام طریقہ نہ کشی گشانہ نہ کشی وجہ ناصر پچھے من کلا انی احترام جی ہاں وجہ ناصر میں مائک پچین آواز اکو گئے گئے وجہ ناصر جی پاکستانی لشکران کی یعنی بے احترامی یا کنتینا بلے یہ جوز گیشتر مضبوط ہوا نے کل سلامت بات ہے من نفر وجه ما وشاد کشیم وجه ناصر وجه علی رضا وجه کمبر کشم دیوانا هات که ما ورق دیوانا بگون وجه عبدالحکیم دیما برین اگر بانو کان گپی هسته ما گوشتارو کنه اگر گپی نستگنو وجه عبدالحکیم گپن گوشتاره وجه مشون گوشتارو کنه واجه قسمه و پیساش درستان مرچین روز 8 مارس که جنینانی بسر روز دنیای تو که برای تبریک بشیم و در واقع جنین نه تنها سر دنیا برحال با مشکل مواجه حقوقش نادیده گرک بگین برای به نتیجه رسن که وار به من گوتی تپاکی و ویدیا برکین دیا با بکنن روز به روز گشته و تو حقوقا به دست بیارن بله من بلوچ من وقتی جامعه تو کشون برای ما بلوچیم گشته مشکل ودان گشترین بازین در واقع این البته تا حدودی بردون جنین کمودی ما شدن چون برایش که ما بتونیم این جنین هم بوشین جنین بتونم به حق و وقت برسن باید اول جنین توانا باید توانسازی باید این جنین ها ایجاد بیدیم من بلوچ مشکل ما بیشتر اکثر روبنایی جاره اکثرا ایشی جاره که باشه این جنین ها مثلا ما جامعه تو که حقوق دیگ نبایگی و مخصوصا مسئله سیر و مسئله آموزش مسئله و ولی دیربنایی مثلا ما شما نچاریم دیربنایی مسئله ایشان که بچه اگر جنین مسئله روک نروک آیم و امکانات نیستیم امکاناتی که در خور جنینان و جنینان بتونن مسئله هم روانتیم و امنیت بیبیتیم یه چیز بودن نیستن یعنی در واقع سری وظایف هسته که دولت اگر البته یه مشکل درستی جامعه گین جنینان چه مردینان گین بله جنینان خود مسلما ضعیفترن دیگه ضعیفتر بار آرک بیتگن یعنی یه تمانا سازی نمیده جنین وقتی چه روستایی یا مثل غیر بعد از ابتدایی راهنمایی بوده بیستان مجبور بودن برای شهر روستای بزرگتر یا شهر نزدیک یا حتی به شهرستان‌های دیگه برای یه تواناییش مثلا نیستن که وقت مستقلا یه کار بکنن شان یه سری تواناییه که
باید ایجاد بکنم. وظیفه هم سرکار این دولت این که یه توانایی ایجاد بکنم. ما شما جامعه وسترین جامعه نیم، یعنی آن روان طبیعی و دیو تکنک نکنه، یعنی در واقع مردم ها این چون نقش و نیستیم که یه امکانات فراهم بکنند و تصمیم گیرنده نه کسای دیگه تصمیم گیرنده آیا به هر حال یه زحمت و تا ندهند که یه امکانات مشم جامعه تو بلوچستان و همچون که دیگه جاها مثلا سنگت کلی مقایسه کنند بلوچستان و دیگه جا مثلا کردستان یا بقیه استانهای ایران که اومدن برای جنین کمبودی ماتر شده جنین تواناترن، جنین مثلا تو انن کار بکنن، درس بوانن، وقتی درس بوانن کار کنن توانایی ایجاد بیده، یعنی تو انن مثل مرگینا به جامعه تو شراکتش ببیده، امکاناتش ببیده، پولش ببیده، مسافرت ها برای حتی درس مثلا در سطح بالاتر دانشگاهی مثلا برای دکتر و حتی خارج کشور هم برای وقت به تنهایی مسافرت کنن برای ادامه درس یا تفریح. ولی می و جامعه بلوچستان تقریبا نسبت به درست سادگی بخشای ایران ها یک کمبلوکیشی بسیار مسیر پیشرفت که از یک جامعه سنتی ما یا جامعه سنتی این زمانی که بلوچستان دستاویده در همه حالت سنتی مانده، یعنی به حالت یک شهری نرسته، چون یه چیزانی که ما شما زندگی جا هستن شما مخصوص جوامع شهری هم من جوامع درست نام شهر مثلا شهر فلان شهرستان فلان ولی باهاش یک رنگ شهری نه، روابط مناسبت اجتماعی شهری نه، یعنی من جامعه اگه شهری ببین روابط هم تغییر کن، مناسبت اجتماعی هم شهری بیانتین و مناسبت شهری یه مسائلی که ما جوامع سنتی و روستایی گنده کمترن یا تا جوامع ها مثلا جنین حق گشتن حداقل در انتخاب مثلا همسر وقت تو انتخاب بکنه تا حدودی البته و اگر وقت ما تو انتخاب بکنه حداقل جز کنه بیتین و گذشته از آیی توان گشته هستن شناختی هستن که انتخاب بکنن، انتخاب درستی بکنن که به نفعی تمام بیتین. ما شما یه مقدار یعنی در واقع شی بچارن که مشکل هستی ریشه ای اگر بچارن یه مشکلات گشته به خاطرش که ما در واقع به شکل مصنوعی جامعه متوقع بیتن، یعنی دینامیسم طبیعی وقتی از دست داده ما پمشا گنده اگر خانواده ها اگر پتمات ها حتی بلورتن مثلا یه حالت غیر مثل نرمال ها یعنی چیه بکند خوب امکاناتش نیستن بودن خانواده هم وقتا یه توان نیستن انگه وقتا یه آگاهی نیستن از لحاظ فرهنگی این که روشش نگفتن انگه تشخیص نده گایم وقتی چوکانی مثلا چوکان منفعت ها مخصوصا جنکانی گاه حتی یه مقدار دیگه هم مقصر نه تا حدودی گنده جنین ها محدود کنن به خاطرش اینه که در چه خانواده ها یعنی سلامتی مثل امنیت در واقع امنیت نیستن که جنین یا جنک مثلا مثل بچکان یا آزادیش میبینید مثل امایان برواندن یا مثل امایان برواندن کار بکنن یا برواندن درس بوانند و چه یعنی مگه میشم امکانات آموزشی محدودن، یعنی این چو باز نه که هر کس بتون وقتی روستای تو که درس بوانی مثلا حداقل در سطح راهنمایی یا دبیرستان درس بوانی اما نزدیکا بعد دانشگاهی براتون جای دیگه، یعنی در سطح دانشگاهی که رسی از لحاظ فکری یه مقدار مثلا بلوغ فکری ها رسید تو انتی و تا شهر اداره بکن تنهایی هم بتون شهرستان یا بروتین. پس در ولی اول گشته برگردیدیم یه مسائل ها البته یه مقدارش برگردیدیم به خانواده ولی گشته برگردی به جامعه به گشته برگردی به آن نهادهای مدنی که معمولا نیستن سکم من ضعیفم و راه حلی چیه؟ راه حلیش اینه که به نظر من ما باید همه گنجوبشون باید جنین در واقع پیاسش جنین ها خانواده با این توانا ببندن یک توانایی بسیار فکری از فرنگی با توانا بند و دومی که ما شما نادیده گیریم مسئله اقتصادیه، یعنی ما شما بیچاره در صد بالایش خانواده به خاطر بسیار ناتوانی اقتصادی نتونن و جنین کندیم بدن شهرستان ها
بسیار زندگی ها شهرستان آینده فراهم بکنه. باید تعدادی چه خانواده هم یه کار کنگن و تو نگن، ولی عموما نتوانن در نتیجه بسیار صرف نظر کنن چه ادامه تحصیل جنکان گوشم بهترشی که لوگا بماند تا ایشی که مشکلی ایجاد ببیتین. پس همین لوگا مانک کدی دیگه مشکل ها ایجاد کنده. مثلا اما بس کودک همسری یا در سن پایین جرکان نسیر دهنده تا حدودی معیاری نه، چون وقتی کاران انجنین یعنی وقتی مدرسه ها رو درس نوانی لوگا نشته و یکیش راه همشین هم یک گندنده که پشت سیر دیدن تا مشکل مثلا حل ببیتین حداقل تا حدودی شاید شان نظره همی اندازه نظره مثلا فکرش قد داته که مثلا بهترش این که سیر بیدن. پس گشتر به نظر من مشکل برگردیدیم به جامعه توکا باید توانایی و امکانات شرایط فراهم بیدین که جنک مثلا چما سن پایین بسلا بتونن توانا ببیدین، یعنی در سن بالا که رسید بتونن برو جامعه توکا تو کار بکنن و مشمزانه از دار بیکاری مشمل مردین و بیکارن چه برسه به جنینا. وقتی مردین بیکارن جنینا کار کمتر گیر کردین و جنین و نتونن تو مثل مردین هم برو شهرستان ها یا برو گازوئیل کشی بکنن یا کارهای دیگه بکنن، یه باعث بیتین که فرقی بین جنینا و مردین ها بیشه. یه مسئله اقتصادی رفت مبیتین و یه امکانات آموزشی فراهم مبیتین در سطح وسیع در جامعه. ما نتونیم بسیار جنکان هیچو رشد بدهیم، رشد یک نبینن چون مانند جنکان با بین بچکان فرقی وجود کرده، یعنی ضعیفتر بیانده و تی مشکلان وقت نتونن حل بکنن در نتیجه متکی به مردین ها با وقت متکی به مردین ها با مردین حاضرم نیم و اما نسبت حقوق بشه آیان بدهیم. یه مقداری برگردیدیم به همشی به بسیار نهادهای مدنی که نیستیم و یه مقداری هم برگردیدیم به دولت که گشته همیشه که دولت یه امکانات هم فراهم نکنه. دیگه یکی هم دیگه چیزی که مهمه اگر ما توانایی در جنین ها ایجاد بکنه باید جنین وقت مقدار بسیار دستا رو چسب بکنن تو کسانی که مقدار آشنایش هستن برای روشن با ایجاد یه سری نهادهای مدنی انجمن یه روشنگری ها در جنین ها ایجاد بکنن که بتونن تنگوی مشکلات ها به اصطلاح مواجه ببند و مواردة بکنن. خیلی ممنون واجه. منتفر واجه شما واجه ما در مورد وقتی که موشیم حکومت یا سیستم باره خبر نکنه انچوک شما گوشت ملک سیستم هم مردین هم پجنین دوینا در واقع سیستم مشکل دار و فاسدی یعنی به نوع دوینا سر زول بگیم. ولی ما وقتی بلوچستان باره خبر کنیم منی حال تو که یک فرقی که حداقل بازین جاگه گوی ایران هستین ایشین که آدگه جاگه ایران مردم یه احساس هستین که حکومت ایران انچون که دروزانی حکومتی که قوانین زن ستیزن تو ایش واسطه هم بازین جنین فعالیت کنگن علیشی یک مزین تفاوتی که حداقل ما احساس کنوشین که بازین جاگه ایران حداقل حکومت چه جامعه یا بازگشت مرد سالار تریم این جامعه با وجودی که مرد سالار جامعه کل ایران منتها حکومت چه آیه هنگ مرد سالار تریم منتها ما بلوچستان تو که بعد حداقل منوتی جندی احساس کن که ما حتی چه حکومتی که دنیای معروف به حکومت زن ستیز ما جامعه حتی ما حکومتش هم مرد سالار تریم. یعنی اگر ما لوتیم تغییری بکنیم گره اولی قدمش این که جامعه تو یه تغییر اساس کنیم. من خیلی تو بانوکانی که هم همیشه وگرنه حکومت 100% موثرین وقتی ما اروپای جامعه انشاریم یعنی نسبت وقت در مورد جنینا حمایت کن نیلی مردین آیا آینی حکا با یا آینی ضربه بجن. منتوار شما واجه دکتر بحثایی که بیت شما حول دیوان گونت من گون جست نیام دیما ما شما گپان گوشتا رو کنجا. منتوار شما بله درود و دراهبات دیوان اندوکین خاص جنک و گوهار و جن و ماتان و درستین وش داروکان جهل و برزا. من پیشتر تا هر چیزا حقیقت همیشه که روچی که امیدن و که هر روچ جنینانی روچ ببین که هنچه هم هسته تبریک باشم پاکین و گوهر و جنینانا و
زود روا مسئله تو که چون گپ بازم هلوک بازی هایگان لوتن درستانی نظرات هم بزانند ادان یک چمشان که منده ها همه دیدین یا به اصطلاح ما نگرشین که جامعه تو که هستن اما نگاهی که نسبت به تقسیم کنگ هستی انسانه حقیقت چیه که لحظه هنچی به تخیلی گوشم که انسان دو کپ بکنی شرطی کپ جنینه تا مردی چه واسه چون جایه هم آفریننده پیدا کنو که و هم نگهداری هستی کل سیستم خانواده و مردی جایگاه جنین ها به هیچ وجه نتون بگیری همه جا که جامعه سنتی هم که ما شما بچاره و بازی امپراتورگوهاری نامش که چطورین واقعا شاهزادگی و دانایی جنین بوده همش سیستم سنتی تو کار که مروچی به عنوان نمونه باز جاگا کاربند به و نوکی ماحول تو که هنگ بچاره که روچی که قدرت های به اصطلاح جدید مدرن معاصری هم بوده هنگ ایندگن که جنینان جاگاه خاصی هستن که مثال ده هم باز جنک بود خاصا در رابطه با مشرقی بلوچستان که وانوکی جنیکان و جنینان تونتگش سربراه و سیاستمدار و سیستم ساز و سازمانان تو که مدیریت و تصمیم گیری بکنن نو یه ماحول تو که منی خیالا ما شما پشت نکبتگه ما شما پشتش داشتگه ندارم هیچ موقع مگوشیم جامعه پشت کبته ما شما رو پشت داشته ما شما رو امکانات هست انسانی سرزمینی معادنی و تمام چیز و شان لوتن باید تعادل و تنظیم ببین یعنی یک سیستم ببین که بتون همه حقوقی که ما شما انسانی باره ها گوشیم فرق نکن جنین مردینا رعایت ببین و آیت و که عدالت سرا با توجه به همه امکاناتی که هستن جامعه تو که دیگه بین انسانان به عنوان شایسته سالاری گوشه یا به اصطلاح هر توانمندی که حرفه فنی که آموزش تو که باید در اختیار درستی انسانان گیرکنک بیاره جنکی بیا بچکی نو ادانه که یکم که مناسبات جامعه باید همه شکلی که من اول اشاره کو تعادل و بالانس ببین که اگر یه بالانس به هم برچی جامعه ها سوسایتی ها به اسلام ها بهش چاپ چاگرد دوچاره مشکل و که کتگی چون بالانس نبوده این مناسبات هم خانواده تو کاش سکین شهر این گپش کو گوهار و جنینانی که واقعا هستن گاشتش که چوتا شروع بکنن چوتی خانواده حقیقت همشه ما شما به عنوان یک پیشینه دینی بچاره مسلمانی که بهش جامعه تو که هستن اصول اصلی اسلام تو که خودشناسیه یعنی تا یک انسانه چه جنینی بیه تا مردین آوتا پجاه میاری خدای هم پجاه نیاری برای خدای هم نیسته بنابراین شناخت از خود شناخت شوتی وجود هستی ها و وتی جایگاه جامعه تو که خانواده تو که یا ماحول تو که مردم هسته ترا به سمت شناخت معنویات و آفریننده که واقعا توی دین اسلام همه پروردگاری که گوشک بید آفریننده این زندگی واقعی دیاسپر واقعی که ما شما رو چه زندگی کنگه ماتن بهارن تو و واقعا آیانن که ماحولا دارگن تو دیما برگن بنابراین منی گپ اصلی همشه که هر روز باید جنینانی انسانانی روز بی هنچی برا مردینا و یه همراهی و همفکری هم در سیستم جدید مروچی آموزشی و منابع توکا باید دموکراتیک و تعادل ببی شایسته سالاری ببی فامیلیان توکا خانوادیان توکا پرک محلن جنین و مردینان توکا و آزمانه که همه باشما کامپیر که کنه مقایسه کنه پلان جامعه پلان راج پلان قوم دیمترش جنین آزادتر امکاناتش گشترین و چین حقیقت چین که همه بالانسش وجود یارده اگه نه امکانات انسانی و نه منابعش چه شما گشترین بلکه همه بالانس و تعادلش به وجود یارده عزیزان ما که ما شما شیگا همه دابی که بوهار و براته هم اشاره کو در یک سری سیستمای نهادینه کنگ یا انجوانی که هستن مناسبات درون اجتماعی انجمنی بگیرید مثلا احزاب و سازمان‌های بانوانی بگیرین یا ساختار سازانی که پیوست حرفه و پنند که تو جامعه
شکل بده که سهمش ببی تو همه چیزی که پیداور کنه که آیه پایده تو که تصمیم بگیرن کنترلی بکنن به چه شکل مشیگه کاربند بکنن که برای تدریج بعدی ها وشتر ببی شرطر ببی این سیستم که جامعیان که مردم مقایسه کن گندی حقوق هم به شکل دموکراتیک و هم عادلانه مثلا مرچی مقایسه باز امپراتوری اروپا یا کنه یا دیگه راجانه کنه چون این سیستم به یک دابی شکل گرفته نوم اصلی همین نگرش این که ما شما باید این سیستم وقتی مجگ توکا وقتی خانواده توکا باید شروع بکنه و بردی تمام جامعه توکا یک مسئله زمینی زندگی توکا ما شما بجنه من یادت دو سه نسل شما پیش سرترها بعضی بلوچی که خاصا گشتر مردی نتن که با توجه به جامعه مشمی آزمانگاه که درسش وانتگد گرایشش هست برامتی به اصطلاح همسط ها به یک شکلی حالا درس وانو که کسی پیدا بکنه مثلا برای ازدواج کنه شما بچاری بعضی بلوچ که درس وانته آزمانگاه رفته جنش چه مثلا چه گجری یا چه دیگه جاگا گرفته چه واسطه چون ماحول تعادل مناسبات فراهم نبوده یا مروچی برعکس هم بازی امکان داری جنین بلوچ ببی حتی بلوچستان تو که در سطح وقت کسی ها پیدا مکن وقتی دور چاپ چاگرد تو که علاقمندیم برو دیگه راجع تو که عروس بکن یا مردی بگیری و انتخاب بکن یا مرچی هم بیگه ولی پیستر اگشتر مردیان نمیگه چه واسطه یدا بیگه چون تعادل نیست عزیزان من اگه این منابعی که ما شما ها در به شکل نهادی و سیستماتیک شیگا کاربند بکنه که هم توی نگرش و هم توی رفتار عملی روچن که مناسبات خود به خود و کمک کن چیزی که گوهرانه باشن نابرابری تبعیض تحمیل چیزی که وابستگی یاری و تصمیم گیرگا چه جنینانه گرید و اجازهش ندا کنترل بکنه منابع و مناسبات آیگا با آیا برگردینید ادانه که منی آخرین گپشیه که هر روز باید یک کوشش ببیته چه خانواده شروع ببی و چاپ چاگرد جامعه و تجربیان خوبین دیگر قوم و راجان هم باشما باید فایده چیز بکنه من باز خوشبینم بخصوص هنو که این سیستمانی که یحتگن مرچی فضای خاصن مجازی تو که ما شما چه مختلفی ملک و کشور و جاگاهان نشتگن و شانا نندگن یک اپان و مسالان مقایسه کنه کامپیر کنه و این تجربه ما شما را سک باز دیما باد چیزی که من تجربه کنم تو همه یک سال کلاب هاوس عزیزان ما من فکر کنم ما به اندازه 20 سال دیما شده نسبت با ای براتوارانی که خاصا یا یک کلاب هاوس بهر زورن و تشویق کنه و دیگه براتواران بیاین و تی نظریات و تی فکران و تی امکانات سیستم سازی کاران حزبی سازمانی شورایی نهادی با هم دیگه تبادل بکنه و دیما برای من فکر کنم ما شما باز سک زود دیما را بکنه شاید چون منابع ما شما هست هم انسانی هم مادی فقط سیستم لوته نهاد لوته هماهنگی لوته که امیدوار انشان هم با توجه به شرایط ها هرچی گشتر داخل همه اصلی جاگاه که بلوچستانه راج توکاه اما سرزمین توکا گسترش بده و تندرست و کامیاب باده اگه جستی ببین من شما خدمت آیم منتوار دکتر شما گپانی منتوار واجه شبیر ما شما گپان گوشتارو که درود و درود باد درا دیوان نندوکان براسان گواران و سنگتان به هر حال ما امیدوار هستی درا وش و سلامت ببی روز 8 مارس روز جنینان درا زندگ باد اور منی گپ پیشی که مروچی دنیای سیستم که یک سیستمی حاکم دنیای توکا این سیستم اساساً بر حسب ستمبر جنین دیمارا وگایی یعنی این سیستم جهانی اگر ستمبر زن نکان نتوانی دیما بره و تی نظام دیما ببری و چیز کن تمام زحمات دنیا از تولید مثل تا
ظلمی که تولید کنگه ورق پوشاک و خوراک و ورق ده هر چیز تولید کنگه در اصل ایشی زحمتان درا جنینان سرا هست. چون که نیروی کار، حتی نیروی کار مردی که به هر حال جامعه تو که روت تولید کن جنینان طریقا چه در اصل ایشان نیرو تولید بیاگاهی. یعنی مقصد ایشی که مروچی همین سیستم که به هر حال مای ایران توکا و یا به هر حال دنیای توکا موجود هسته در اصل مای عقب ماندگی بی بلوچستان توکا که عقب نگه داشتگم ما را مای جامعه عقب نگه داشتگم. همین نظرها این نظام این سیستم از طریق دولت، از طریق دین، از طریق قوانین ستم بر زن جنین، از طریق پدر شوهر براس و تی نظام مرد سالاری دیما برگاهی و این ستم هم تاریخ توکا هم نوکی سرمایداری نظام توکا حقیقتا جنینانا ظلم تها برتگا. این ظلمان من یک اشاره بکنم که مروچی مثلا جنینان ناموس وطی از آن مرده ای پوان و ای چیزا قوانین دولت و دین مرده اینا دهه گاهی که جنین توی ناموسه و همین وجه ما چاریم قرطه های ناموسی جامعه توکا حتی ما بلوچستان توکا وطیا دیما برگایه خشونت کنه گیان جنینان سرا و ما بلوچستان توکا به ایشیا گنده حجاب سرا هستی، ازدواج کودکان هستی، کودک همسری در اصل هستی، چند همسری هستی که هم دین هم قوانین ایشیا ساپورت کنه گئی حمایت کنه گئی. سیغه هستی بله اگرچه چیز توکا به هر حال بلوچستان توکا به هر حال همچون گیش نیستی. بردگی جنسی هستی، پورنوگرافی هستی که جنینان سر ظلم بکنه گئی، حق طلاق جنینان نیستی، سکت جنینان در اصل کورتاژ قدغنی در اصل حق طلاق نیستی، شیربها ده گیان، مهریه ده گیان، جهیزیه ده گیان، ارث توکا بی حتی جنینان. حتی یک نکته که جنینان لازم وطی بدن آچی خجالت بکشن، ای بی یک در اصل ایدئولوژیک و ستمی است که جنینان روا بگه. اورا دنیای توکا ای ظلم ما چون کنه کار بکنی فقط انقلاب لوتی. انقلاب چی کن؟ انقلاب اول لازم در فکر انسان ها، انسان دماغ لازم فکر چی پیدا بکن، یعنی بسمزی که جامعه این سیستم مرد سالاری قوانین توکا رو بگایی من لازم این فکر توکا ایشی دور بکنم. جنین وطی ناموس نزانم چی مای دیما را گفته که جنین ای درجه جال داتگا ایشی لازم دیما را بگیره. این کی کار کن؟ دولت کن. این دولت لازم سرنگون ببی. دین کن لازم دین را کنار کنی و دین یه شخصی مسئله ببی. قوانین لازم بدل ببی، یعنی صرف مرد نتوانی طلاق بده و یا هر کاری که مرد کپ دیما بروتی، یعنی برابری لازم ببی. منی فکر تو که بتوانه چه خانواده توکا چه پت طریقا چه پت مات براس طریقا ایشانا غار بکنه. در اصل اول یک انقلاب فکری لوتی. دوما ایشیه که این انقلاب لازم در اصل
سرنگونی آن نظامی که ما ایده ما را گرفته و نه اللي که ما جامعه سنتی توکا به بچی ایشی لازم گار بکنی. ای طبیعی که یک روز دو روز توکا نبی، ولی این فکر لازم وقتی تغییرات وقتی دماغ توکا به وجود بیاره. تا زمانی که ما نتوانیم از نظر فکری وقتی فکر توکا انقلاب بیاریم و ریشه بن این ظلم کجاست که ترا ایشی بسنجیم، خب طبیعیه نتوانیم وقتی آجامایه دیما بریم. یعنی اگر مردم مای بلوچ اگر بسنجی که مروچی مای جامعه عقب مانده سنتی ما نتوانیم دیما بریم، خب نتوانیم دیما بریم. ما لازم این فکر رو بپروشیم، لازم بپروشیم که ما توانی کارا بکنیم، ما توانیم لوگای توکا وطی جنینان وطی گوهران یک حتی اگر انو به یک وجه گوشتی که امنیت نیستی. امنیت چیه؟ اگر تو مرد امنیت نیستی خب جنینان چون بیتی؟ مسئله ایشیه که من وطی سوچ توکا وطی فکر توکا ای امنیت رو معنی بکنم بسمدن که امنیت چیه. یعنی اگر تو جنین وقتی ناموسدانی خب طبیعیه همچون سوزی که من ایشی کد نکردن نابره اگر بره چوشی بیتی. خب این فکر لازم کار بی یعنی زمانی ما توانیم دیما بریم که منی نظر لازم هم انقلاب فکری و انقلاب به اصطلاح ایدئولوژیک بی مای دماغا فکر که بتوانیم وقتی مشکلاتی که جامعه توکا خصوصا زنینان سر از ظلمانی که بیاگایی ایشان گار بکنیم و به هر حال اساس مسئله بیشی که ما بتوانیم این سیستمی که ما سرا هستیم و نه اللي که ما دیما بریم ایشی ها سرنگون بکنیم. ایشی راه و طریقا مروچی ما نتوانیم گپ بزنیم امده، ولی این چیزی که منی نظره. باز مهربانی و منتظرم که این وقت آمنا داتین. بله ما وقتی آخری گپ بزنم گوشم که زمزیلان بپروشین و زنینان 8 ماه طاقتور طریقا انقلاب واسطه تیار بکنین. این منی شعاری و ما لازم این کارا دیما ببریم. باز مهربانی منتوار واجه شبیر دقیق همچین گپ اصلی گپ همشین که تغییر ذهنی لازم تو که انسان وقتی جنده شروع کنه گلوتی و اولی تغییر و انقلاب به قول شما فکری انقلابی باید ببی و هر کسی وقتی جنده تو که باید اتفاق بکنی. منتوار و جعلی رضا ما شما گپان گشتارو که شما منتوار دیوان شما یکی واجه و جعلی رضا اگر شما دیوان تو که ما شما گشتارو که اگر شما را گپی ها جستی ها الو سلام ببخشید علیرضا نیبراس گوشی خاموش بود در شما برادتون دیگه شتی براسه گوشی من ممکنه کتون نیبراسون داریوش کنم هان من بنی نظر همه کارا کنم گیترن چون من احساسه کنم ایراد شمه جنده اول نشین سیستم دولتی مشکل نداری بی نهایت داری اما جن اول باید وطرا جور کنن گورن توانن شاکی به این شامن گورن توانن درخواست چیزایی رو کنن که نیاز دارن. انو به قول فضیل جان گوش تا کلاس شاید ابتدایی یا راهنمایی مدرسه از گورن نه در همه حدم که هست اگه آمار گیرن و همه آبادی یا همه شهر گنده هیچ اکثریت نوانتن مردن زکی اصلا نوانن روان دنبال خلاف انواع و اقسام جنین زگانم کشن بخیال کلاس 5 بود 3 بود دشتر یا کنن این یا کنن انگا کنن تمام بود شد. خب مسلما مدرسه داره تخته کن دولتش آقا جایشان جن دل نلوتن پچه من دیگه زحمت کشیم پچه اینکه هزینه کنیم پیشن بحث سنی بودن و بحث بلوچ بودن یک قضیه جتاین اما جن دل نلوتن من اما زاهدن تا دانشگاه امکانات هست ولی اگه آمار گیره خیلی کم پیشه کرد که انو گیتر بوده ولی در زمان گذشته بی نهایت باز
کم بوده که درس کنی و همینمون تعداد خیلی بالایی هستن که درس نوانن. منو ادگه شهران آنکه اطلاعات نداریم مثلا چاباره که نیگوار هستانی چی امکاناتش کم هست ولی همه حدیون که هست خیلی استفاده نکنن، خیلی دنبال طرز فکرهای پایینیه و من بینی نظرم اما انو شما که اما هر چون نفری که انو دارن اتوارن و مشکنن بینی نظر شمه امی جنده باید شروع بید سعی کنم اوتی خانواده سیاد دوست و رفیقش چه طرز فکرهای پایین خبر منطقی آمان قانع کنن که دست کشن شکارن و همین تعداد گشتر بی و کمپین یعنی چه طریق اینترنت واتساپی بی هر چی بی اشره گسترش دین شاید 1 سال 2 سال طول کشی که این طرز فکر کل مثلا بلوچستان ده جا که گوره توانن یک اقداماتی انجام دیم به جنین زدم و اشره به تمام مردن زگه که دستن امیدوارم متاسب من بیده کسایی که دستن باور کنید اگه کار به یک جنین زگه کنید 10 برابر سودش اومه جندگی طرز فکر کنار بلد آقا جان من اگه نگوار این بید او بانده دیگه نه جواب ندن اگه نیجن اگه صاحب شغل بید یا دکان داشته بی بالفرض یا نزنی معلم بی دکتر بی فلان بی او دیگه هوایی بی انگه کن هزار طرز فکر من نیجنده بار وقت لوت دکتر بی این که دوست و آشنا این که سیاد و عشق خبرای عجیب غریب دادن و چیزایی گوشتن که باور نکنه و انو خدا رو شکر نیپس خیلی حمایت کو مرد حمایت کو ولی خب همچنان خبر بازد دکتر بو مروچه ولی خب بعد سالها من بارها به همه آدمایی که خبر دادم گوشتن عشق انو ای دکتر کجا اشتباهات یا کارهایی که شما شد نکرد اتفاقا مایه افتخار شما بود اتفاقا خیلی جاها شما رو کمک بود و بشمه نفع بود و انو شما جن افتخار کرد همچین جنک که شما خانواده تو وجود دارید بس به خواهشن این مردم زگه طرز فکر شدی ذهنان در بیارن اگه به جنین زگ اما اختیار دین امکانات دین اش دیگه به ما جواب رسنده اما توی تمام چیزاش دست دادن و شه خبره اش یک شنی خواهش دارن که واقعا اش قبول کنه آن نه این که فکر کنه چون من بازش کتون خیلی خبره و شما هم 100% اش کتون و بینی نظر یک شراهایی که توانن کم کم شروع کنن همه از طریق اینترنت برنامه های مختلف آگهی رسانی کنن هنوز هر جا بوده فرق نکن هر جای گوشه دنیا هست چه آک اروپا این چه آک پاکستان این چه آک ایران این فرق نکن اگر ما مچ به هم دیگه کمک کنم مسلما در چند سال نزدیک آینده خیلی تغییر کنن و آده دیگه حسرت نورن پچه فارس موفق تره پچه فلانی موفق تره اما انتوانم بیر سیستم دولتی یک بحث جدا این و یک چیز پولیتیک سیاسی این که یک دیگه جریان داری بینی نظر اول وقت را اصلاح کنن همدیگه کمک کنن گورن تو هم برون عادف یک خبر داشته بین انو مثلا گیری ماما برون دولت چیده ما باشن آقا تدبیرستان جور نکرده یه در فلان روستا خب دولت اولین خبریه که دن خب چون نفراده هست که تو هم بوده بیرستان آمار گرفت نهایت شاید 5 نفر خب آیا به خاطر 5 نفر دولت که هزینه نه مسلما نه اوکی اگه تمام آبادی زاگ درس وانتا بهم ولی دبیرستان نداشتن عاده توانن یک خبری ده بس اما مقصرن خیلی جا دیگه همش لندن منتوار بانو البته شما دولت سک بیمیار کو منتها دولت وظیفه من نظر هر جا امکانات فراهم بکن حتی اگر وانوک مبی هم باید مدرسه بی بانو فضیله ما شما گوشتارو که قبل سی که واجه ناصر نیمه قبول اگه شما رو گپیه من لوته یکمی بانوک میرنوشی ابران درسته اولا مردم باید تغییر چواتا شروع بکن ولی خب
ما را یه مشکل هستیم و یکی چمه مستری مشکلانی که ما را مدرسه واقعا نیستیم. یعنی ما دانش چوک په مدرسه روگا باید پیاده بروند، کیلومتر پیاده روی بکنند و خب درست وضعیت مالی یکمی نم باز بدی، سرویس نیستی، یک سری وظایف های دولت هن که باید مدرسه ببی. مثلا بانک مرنوشوشی که مدرسه اگر بیا دولت عد بکند و بداد مدرسه ببی 100% آگاهی گشتر بی و تعداد آمار باسوادان گشتر بیند و سیستم اصلا اتوماتیک تغییر کن. فکر نکنم کسی بی حاضر بی که مدرسه مرا درس موانی. حالا درستیم ما را باز مشکل است جامعه توکا از لحاظ فکری، مثلا باز کس است چوکان جلدی سیردن نیلند مدرسه بروم یا وضعیت مالی یک دابیه که نتونن چوکان تامین بکنم مدرسه دیم بدیم. ولی خب اگر یه شرایط یه امکانات ودم ببین مدرسه ببی، راهنمایی مثلا دبیرستان ببی، همی ملکان توکاش ما بچاری مثلا همی کسی کند که نامی الان شهرستان بیته ولی خب دانشگاه نیستی، دبیرستان نیستی، مزنی چی باید یه چیز ببین. اگر ببین مطمئنا پیشرفت سک بازگشتر بی و یکی چه دولت وظیفانه که باید به یه چیزان رسیدگی بکن. امی مدرسه نباگی و باعث بی که بیسوادی گشتر بی آگاهی مبی و مقصد ما جنینان گشتر ضرر کنی چون گشتر بندی. ممنون منی برم شد. سلامت باشه. منتوار بانو من یک کامنتی هسته واجه شبید اگر کوتاه بگوشه ما منتوار بچو که واجه ناصر میگم منی گوهر اگر چوشی ما را مدرسه نیست، ما را هیچی نیست، هیچ امکانی نیست بننده هیچ کاری نکنه. ما لازم ای امکاناتی که ما را نیستی ای کار تو کار لازم بتوانیم و تیا بکشیم برزا یک فکری هم عملی طریقه دیما بریم. باز مهربانی منتوارو. سلامت باشه. منتوار ما واجه بهمنم و شاد کشین دیگه واجه هم دست چیز کتی که من سعی کنم بیار نیم بل ما سعی کنیم که دیوان چوکه میں آخره ما دیگه پهلی روٹه سنگتا ما دیگه گشته نیاریم برزه بودم واجه ناصرش بدرین دیوان برین دیما واجه ناصر شما تیگه پنچالا و من یک جوستی هم هستیم بشین که شما بلوچستان تو که چطور گنده نسبت به آدگی راجان آدگی ملتان جنبش زنان چو فعالین یا اگر احساسی که منو هستم من اسکن نسبت به آدگی جامعه آدگی ملتان جنبش زنان ضعیفتر بلوچستان تو که اگر انچو که من گوشگان شما که من اتفاق که شما شی علتا چی گنده و چی رفت کنه که راه شما نظر چیه منتوار شما ما شما گوش دارو. منم یک سوال هست ایشی که باجه عظیم گفت که مارش پشت داشتم درسته، ولی اگر یک روز ای جمهوری اسلامی برود جامعه بلوچ آیا ای زمینه هستین که تکن مثل ای دیگه جامعه دیما برود این جامعه مذهبی که مذهب باز ایشی هسته او دا و جنینانش باز پشت داشته باز کار لوتید که ایشان دیما برید یعنی جامعه ما دیما برودونه و چونکا چه کارانی چه زیر سازیانی پیکی بکنی همشی که چه قدمانی بزورین چونکا چه تشکیلاتی بکنین چی که وحد لوتید که سبکن بطانه و کی جامعه دیما ببره. منتوار واجه ناصر اول ما شما تشکر کنه شما باز صبر کتو دیوان بهر زو ما شما گوشتار بکنه. سلامت بالان سمیده باز مهربانی من وشت و هر حال یارت برز خبر بکنیم باز واش میشه که ما شما دا
8 مارس بلوچ جنینان دیوان نشته انتونو آیامتش هم وقتی نظر اوتی هبرا گوشک انتونو وقتی مشکلاتی که هستندش خوب باز واشی گپتت میخواد اگرچه خوب هر یک وقتی نظر هستید فلان چه گوشک بود بلوچ جنین مثلا گشتر چه بلوچ جنین مردی نه اگر ببینید که اگر دیما بروت یا پشت داره بوده اولا یه کار چلوگا شروع بیدن خب چی که تاریخی لازم بلوچستان چی بوده آکادمی هبرن ولی یه وقت هم متاسفانه آدم که باید و شاهدین بلوچ جنین آزادی و توانمندی که باید این لازمی بوده که جامعه نقش گشتری بزرگتین درک نبوده ولی گشتر هم حالا حکومت مسئله بودگند آیان خب مشهد رو زانه و آیا مشما نتونیم مثلا به یک شکل یک شبه عوض بکنیم دولت مشما هم دیسته جامعانی بودگند پیسرترا پیشرفتر بودگند تهمیت ایران ها مصر اگر مصر مثلا 30-40 سال پیش اکثر بچاره مردمان زندگی یا افغانستان ها و هنوک بچاره باز پرکش هستیم دلیلی همشین که مثلا زمینان اجتماعی جور کنگ نبودگند تبی جوسک وانا که میداوا بانده بلوچستان ها این حکومت بروتین گولا چی بیدن و در زمینانی که حکومت هم مذهبی انت بلوچستان با جور بوده تا این مدت ها که مثلا جامعه مدنیه که آزادی و برابری جنسی طرفداری آیی ودا این چون نقش نیه حالا شیش مسلما نمیدابه دولت نشته ولی خب جنین بلوچه تا این مدت هم پخش نکرد این شو نبود که مردم به یک شکل دیگری مثلا بگوشید که بلوچه جنین کاملا پاسیو بوده مثلا تو علاوه اداری ساعت تا بلوچ جنینانی که کار کنن کارمندی ورزه تا ایران حسابه هم و خب بلوچ جنینا توانمندی که پیش داشت اما چیزی که تاریخ لازم بود بلوچ جنینا فرماندار ببندن و یا مثلا شهردار ببندن که شورا شهر بر بزورن یه چیزا هم کم بازی حتی دیما و خب شک سازمان یافتگی سیاسی تشکلاتی بیتن تنجیو جور بکن بلوچ جنین بود مستقل عمل بکن شام مثلا نتونتگی با موافقتن گشتر اما مثلا کپاسیتی بلوچ جنین بود تگن شام راست تاریخی هم مثال جنگ بوده همه ماکش مثلا بانلی چاکری گوار یه وقت مثلا بانلی سر توهینی بانلی پرچیبات شناختی نیست یا مثلا کمبری مات باشه یا دویدای مات باشه در حالی که جنین مثلا دویدار نباشن کسی پتین یا چاکر نباشن کسی براتین بله مثلا بانلی ها باشن چون بانلی یک نقش دومی هستین این تفکرات وقتی همه مثلا مش نشانند که شانه ما شما سر دور بکنیم و جنین همه چیزی که هستین مردمی برابرین و دیگر بشاریم و یک بلوچ جنین بلوچ مردین سر خبر کنم مشکلاتش بلوچ مردین نگیندته من خلاش حقش هستین و باید این چون ما بلوچ مردین که مثلا جامعه بر نقش گشتر هستین و زمینان جور کنن بلوچ جنین بیتی اما دعوا ما مثلا بگیریم بلوچستان عکس هر چی هست مثلا مروچی واجه اکبر بارکزی میشه مزنی شاعری مرد و برال تسلیت شی مرد ماگه و تمام تسلیت شی رو بلوچ شهادت تسلیت بشید عکسانی لحظه ارجه بوده یک کن چین چه بلوچ جنین ماش بگنده چی مثلا شخصیت مزنی اکبر وقتی یک بار یا وقتی بلوچستان جنبشان تو وقت چند از مسئول بلوچ جنینان که یارتگندی ما یا وقتی شب گندی ما اشاره ماش نتونه مثلا چون پشت بکشیم بگوشیم فقط مثلا حکومت این حکومت بودن نقش بلوچستان جامعه تو کا با توشی بلوچستان مثلا کردانی فرق و ایران بلوچانی گشی بودت کردان مهاجرت کردت اروپا یا بلوچان مهاجرت تا کشوران خلیج کشوران خلیج متاسفانه پیش 10 سال 15 سال اگه بگیریم 5 سال نوکی کم که رفرم یا آگین تا ملکان حتی تماشا بلوچستان جامعه هم محافظه کارتر بودن بلوچی هم کشان رنگ کنکر چادگی مثلا کنکر رنگ زوریت یا کلونتی هاشی بگوشه که چادگی کلونت رنگ زوریت ادانت که مشما خوب ولی کته تحت ستم بودگین و جامعه بودگین تا مشما نزور کته و مشکلات هستن حتی یک انتروپولوژیست مثلا کتابی که هستم برای ما مقاله تو که مثالم داد آیا همه برای کنت بلوچ جامعه جنین مردین برابری گشتر بوده حتی دیگه انگلیسی هم یاد کنش بلوچ جامعه برابری جنین مردین نسبت جامعه مسلمان بهترین بلوچ جنین آزادتر رو خیلی هر جا دلی کشیده بله متاسفانه هنگاه یه روش مثلا به یک شکلانی مشکلات کپتگن بلوچستان جامعه و اشتانید که مشما مثلا باید این یا کاران دیگه انجام بدین که بتونین وقتی مسائلان حل بکنین و شی حکومت منتظر به مشما واسطه من خیلی هیچ کاری نبیتین تا یه فرصتی که هنگاه مشما را هستین که یه حکومت برای زندگی بلوچ باید دیم آبروتید و دیگه چاره هم نیست چون که ما کاری که انجام داد کنه انجام بدین دلایل مختلف اجتماعی هستین که
یکی اگه بگوشی مثلا خوب جامعه مثلا مثل کردان و جامعه ترکان رابطه بوده ماشاءالله مثلا جامعه افغانستان و غیر ایران مثلا بگوشیم شما باتشان تاثیر هستن دیگه تمش جامعه سر اما شما خوب توتی دوربرا چه ودی محیط قرار گرفتن چه ود هم بسر سوره ولی خب شما مردینا هم چه فرصت استفاده که جنینا پشت ببرین هر کس مزیت هستن مزیت داری چه مردین بیتین تا یک قومی بیتین تا یک مذهبی بیتین هر دابی کسی مزنی هستن قوتی داریتین ادانید که مثلا ما شما باید یک سری تغییرات توات وجود بیارین و بلوچ جنینانی خبران گوش بکنین میده که گشک بوده دا و جا و مکان توی تنظیم بکنین که آیا احساس راحتی بکنن هر فرمی بیتین چه سیاسی بی چه اجتماعی بیتین چه فرهنگی بیتین چه اقتصادی بیتین آوادی مشبتونه به صورت مثلا دیگه ما برین من خوبی خبران چم ده گوند گرون امیدوارم که دیگه شما بحثا که ادامه بده من متاسفانه باید برم درا و برای پدر بلوچ جنینان تبریک کشون این روچا که بلوچ جنینان روشن امیدتین دیمترا بلوچ جنین این همدا دیوانی که هست بلوچ جنینانی که مروچی حداقل دو برابر بعد جنین بودین تن امید دیمترا همیدا بیتین و ترس و شان کم کم ماشوشوتی جامعه کم باز دور بکنه ولی خواهی میده باشک بود منتقد پوات هم ببین حکومت هرچی هستین ولی خب وظیفه اصلی ماشوتی بلوچ مردین اگه بلوچ جنینا حداقل آزادیانی که در حد اجتماعی مشابهت دنیایی بدین اشان دیگر بندین و همچون که یک ویدو بشک بود من فکر کنم بالان چه باشتی که حکومت ممکنه ایرانه چه مثلا چه دیگه جاگاه ارتجاعی ترین نسبت مسئله او جنینا ولی بلوچستان متاسفانه شی یکم شیک ماشی جامعه بلوچستان وقتی هم یک شکل تفکرات ارتجاعی هست ممکن در سطح همی حکومتند یا حتی بعد شود حکومت آینده اشان باید ما شود دور بکنه و بشودند و این فکر ما کنید که بلوچستان من یک بلوچ سیاسی آورد و بخش متوجه اید داشکش کردم لازم نه نامی بگیرم چه بلوچستان شرقی چه دوسته برای متوجه بحث کنه ترون بس مشکل کرده همه که بلوچ مثلا پرچه بلوچ جنین مثلا نه گیشتر در آتش شهرات یه شیک مثلا استثنای یک بلوچ جنبش بلوچستان که در کرده استثنای یک بلوچ مثلا چاکر گوار بودن چون ماشو نام چاکر گوار و کلا توینی پر بانلی چکار چاکر گوار چاکر دی گوار هم بوده ایوتی به اصطلاح مشکلات جور که مشوره مثلا مواد مقاله نوشته بلوچ جنین وارد نزانم مثلا واقعا دقیقاً لحظه جنینان نامش یک سر مرد ندارم از اون طریق چوکان طریق بتانش دانته و یک کمبود که مثل جامعه توک هستن بدان مثلا آیا همین چی کوتی که ما گفتم جنین برابرشین که جنین وقتی صاحب وقتی زندگی بیتیم وقتی مالک وقت بیتیم تا اقتصادات تا هر چیز دیگر را و بعدش ما بلوچ سیاسیان یک هسته رهبران سیاسی بلوچه تا بلوچستان شرقی ها بیاد درا و چو جنین ها چوکا بیاد خیابانا بیگاه شفات جن دستا بگیر برو خیابانا تو کویته رو تو تربت رو کمتر گنده مثلا تو نسبت به جوامع دیگه جنین درا بنتی تو کویته تو پتانا گنده گشته نه ممکن پتان مثلا کنسرواتیو چون نه پتان چه ماشو باز پیشرفت ترا یه نظر تو مثلا رابطه تو کویته رابطه تو کویته بود مثلا تو پتان جنین پتان مردین گنده رو تو پارکات پیکنیک ایدگاهی رو بلوچ مردین که البته من 2004 رند رفت پاکستان ای تورسا حکومت ایگا ولی آوردی پتان آزاد رت نشو پشمی کارا نکنه که جنین بیا در آزاد بی بکردی راحت بی کار بکنتین بلوچ آزاد نه بعد یکی تا یه اندازه آرگومنت کرد که رهبر سیاسی هم بلوچستان بکن عضو مجلس هم بوده میشه که خب تو بلوچستان جنین چوب مثلا احترامی هستید که جهازی هم چوب بالا یکی مثلا هنوزا مرد لوت طلاق در زرین جهاز میداد میشه که آزادی نه که جنین مثلا خانواده جنین جهاز لوتی جنین باید بردگی بداری تا مردین جهاز بتونه همین وقت جهاز دیگه وقت یک توینی به جنینا همین که یکی گشتی که مثلا یه بعد شبیه را توضیح داده شما هم درست نیست و شما ما شما چه جامعه دور بکنی و بود منتقد ببین و نتونین به اصطلاح ببرین سراوتی که یک تو باشه نه گناه کاملا دیگرانیه در رابطه بلوچ جنین ما شما بلوچ مردینا گشتیم گناهکاری هستین سلامت امیدتون تا دیم سال همچون که بانو مهرنوشا گشت یا بانو فضیله و حمیده و مینا و دیگران که داره هستن خبرش بود بلوچ جنین باریا امید تا سال آینده و جنینان فعال بانتون ما شما دیگران هم کوشش کنه جنینان حالات در حد یک مشروعیتی توانای شخصی فردی یا گروهی بهتر کنه. سلامت به شب شما باش. منتظر و جناصر شما واحدی که ما را داد ما دیوان دیما بریم واجه دکتر عظیم و شاد کشیم من وقت چونه دعوت را دا واجه عظیم لوتند برزم و لوت دیوانا ما واجه گوش بکنی اگر واحدی هستیم ما نوبت را دیماره اگر واحد نیستیم ما یه پیلی لوتند دیوانا و واجه دکتر عظیم شروع کنیم
که وضعیت بلوچستان امور کتوکه و شرط ترگیندی تو شرط ترزان ولی اگر وعدی هستین گروه ما اما نظم ثابت اماره واجه دکتر شمار وعد ها. السلام علیکم. زندگ باد صاحب، باز محبت کو من هستون هر موقع نوبت بی منش به خدمتان واجه شما وتی ما نصاب سرا برایت ندارم. زندگ باد نواجه واجه منت وار شما واجه بهمن ما گوره شما گوشتارو که واجه سلامت بواجه. سلام عرض کنم دیوانه مروچی 8 مارس جنینان روچند و واقعا پک هنچ بودیم که یک مزنی جلسه گرگ بودیم و بعض این جنین شرکت بکردن تا که مسائل بررسی کنگ بودیم. من دیدگاه ایشین درباره مشکلاتی که ما شما بلوچستان اتها داریم. تقریبا 93-94 سال که هیچ گونه ما شما دولتی نبوده. اما ملت هایی که دولتش نی آن یک چالش هایی هست که چالشان گو مردمان قدرت برطرف بودن نکنه. امکان نداری که مردمان وقت بغیر شیشی که یک حمایت یک دولتی ببین. اگر ما دوربر منطقه بچاری عربانی ملکان اتها مروچی عربانی جنینان اتها چین جنین که تحصیل کرده مبی انگلیسی بلد مبی چین جنین هیچ نیست. دوربر افغانستان 20 ساله که دولت ملی چیز بود یعنی مروچی اگر یک بیداری جنینان افغانستان ها به خاطرش که 20 سال دولت زحمت کشه پشتوانه جنینان بود و جنینان الان به بیداری رسیدن که یک مزنی چالشی به طالبانش وجودی آورده. طالبانی که هیچ یعنی برداشت نکو جنینان گندگا الان شهرهای مثل کابل مانند همه دوره جمهوریت الان جنینان رفت آمد کنه هیچ گونه مشکلی نیست. این بیداریش کجا پیدا بود که 20 سال یک دولت زحمت کشه. الان از دوره پهلوی جمهوری اسلامی 90 خورد سال ما و شما را هیچ گونه اداره بلوچستان سره هیچ گونه ما شما را دست نبوده. پس وقتی جامعه دولتش محلی و ملی مبید که مردمان سره سرمایه گذاری بکن، مردمان تشویق بکن، ترغیب بکن. الان که در جمهوری اسلامی تشویق و ترغیب و تجاگا معلمان گجر دانش آموزان زده کنند برخوردان ما و درس وانده کل سیستم بریشین که بلوچ تحصیل شایدگاه عدگه جنایت ببین سیستم چشکان گوهر اشاره کن حتی چنجا ها که مدرسه دور ساپورت کنه نبیند برای رواگو یا یک مشکلت ها مزح کن پشت سوخت بران ماشینان سر سوارن شنپه کنن درده هایی که یعنی حمایت مزنی نیست. وقتی حمایت مزنی مبی جامعه بی سواد مانی اگر ما مروچی که مردنا یک ضعف های گنده نظر فکری که جنینان انگت یک چارچوب سختش داشته شی فقط به علت بی سواد بودن می جامعه مردینانه. اگر این مردینان تحصیل کرده بودن ذهنش پش بودین خود به خود یعنی یک تفاوت عمده مردمان ذهن تهاییت و خود به خود یک آزادی های دیگه جنینان شده. نو جامعه بی سواد مردینان وقتی مردینان بی اندازه بی سواد جنینان رشد این جامعه 100% چیز غیر ممکن. نو اگر ما لوچین که بلوچستان واقعا به یک جایی برسیم ما واقعا نیازمند یک دولت ملی که این دولت ملی پشت اوتی ملت گوشتی فضا جوان کن ترغیب بکن تشویق بکن رادیو تلویزیون در خدمت ایشی ببین. اگر ای پی ما و شما 10 سال کار بکنیم هم سطح سواد جامعه بالای رو سطح سواد جامعه مردینانی که بالا را خود به خود تأثیری در جنینان خود به خود پیدایی بید. بس ریشه په حکیم مشکلات اول تا آخر سیستم استعماری که در بلوچستان الان حاکمه و اگر ما لوچه تغییر در مردینان اندیشه در جنینان اندیشه در کل موضوعات وقت چی کنیم ما اولین چیزی که باید بیشی فکر کنیم ما فکر یک دولت ملی داشته چون که اول و آخر په حکیم مشکلات ما از استعمار مانند مروش یک ما سوخبری کنه پچه نکنه سوخبری پچه سوخبری کنه میں تحصیل کرده لیسانس فوق لیسانس سوختبری سوختگن کشک بودگن بلوچستان همیشه فقط چند روز دیمتر آمار رسمی پخش بوده 12400 خورده معلم کم بودن بل ما تحصیل کردگان لیسانس ها کارمند نکنشان یعنی یک اصلا یک نقشه ها یک سیستم ها که نلوچی بلوچ رشد بکن. بلوچ تا زمانی که به سطح سواد بالا مرسی آگاهی سیاسی پیدا مکان ذهن رشد مکان و تحصیل و مطالعه امکان ایشی که یک فضای جوان کان نیست و ایشی چون چه زمانی پیدا بی که واقعا یک حمایت کننده ملی دولتی پشت سر بی. اگر این حمایت کننده ما و شما بتوانیم به وجود بیاریم الان یک ملک سیاسی خبر کنم که جمهوری اسلامی الان سیستم براندازی مثلا راه کپتا بازین برانداز
ادعای براندازی کنه و در انکار کنه برای براندازی. نو فرصت سقوط شاه ما و شما بلوچان دست داد. از زمان هیچگونه سازماندهی نهد، هیچگونه گپی نهد. مردمان پاسگاهان توپکان زور تو جست پکوها هیچ فکر نهد. چند نفر خان خمینی دیم دا ملکش کنترل کو. نو اگر ما بتوانی فرصت سقوط رژیم آخوندی مختنم ما شما بشمارین و پد کار بکنین شی سرا بعد از حکومت بتوانین دولت ملی ما وشون چکنی، یعنی ظرف 10 سال 20 سال تا بعضی مشکلاتش شما خود به خود رفع. ممنون که وقتش. سلامت باشید. منتظر واجب همان انتو شما گوشت حقیقتا هر تغییری واسه نیاز به ما فضایی هستین که تغییر اتفاق بکبی و انتو شما گوشت مطمئنا دولتی فضای عد نکنگا و یه فضای محدود کنگا معیاریگین تو می واحشی که شما را هستیم ما درستان هستیم امیده که یک روچی اتفاق بکبی ولی ما چون مرچی گشتر ما اوبن که گشتر وقتی جامعه ما به چهار نو همودا مشکلاتی که حداقل مشکلاتی که قابل رفع نگین دور تو که گوهندگی فضایا همون گشته بچار نو بچار راه حل در بگیرین و پیسر شک واجد عبدالرحمن نمیگه بریم پدا من با نکنم شما که هر وقت شما را گپی هستین ما حقیقتا مرچ تبعیض مثبتی قائل بین که حتما شما را گپی هش متوانه مایکا پچ بکنه و تی اگر مخالف هم گپی یا گپ چیز اضافه کنه ما شما گوش دارو کنیم اگر شما را گپی هستی مایکا پچ بکنه و اگر گپی نیم واجه عبدالرحمن گپم گوش دارو. واجه عبدالرحمن شما دیوانه هستی اگر من صدایش کنه گاهی جی واجه جی دوباره جی واجه شما واشی سلامش کنه گاهی دوباره. من سلام و درود عرض کنم خدمت بانیان جلسه و خسته نباشید شوگوشان کل گجر و درود در احبات گوشان دیگه عزیزان دیوان نیندوکان یه مقدار راجع به مسائل اجتماعی و فرهنگی گپ زدن در مقابل یا در کنار دو دکتر عظیم سخته ولی خب ما به عنوان یک شاگرد کسانی حالا تنبلی البته درس پس دیم باره منی حال البته چوش بشه که این مسئله جنینا خیلی یک مسئله منفک اجمردینان اجتماع نه زمان ما توانیم میشین که جنینان یک جامعه حالا تعریفی که ما از رشد و توسعه و نمیدونم دیولپمنتی که ما میشین که هسته بسته که بیشیه که این دیگه اقشار اجتماع وضعیتش چطوره. به هر حال وقتی که در یک جامعه رشد صورتیگی جنینان مردینان با هم هوره اگر بلوٹیں مختص و یا مقدار که زوم کنین سر بودی اجتماعی بلوچستان وقتی چه بلوچستان ما شما در خصوص مسئله فرهنگی جنینان این مسئله که وادی یه مقدار زن تحقیر شده این تو به حاشیه رفته شید محصول میراث فرهنگی بلوچ نه به دلیل که دلایل خیلی زیادی ہے که جامعه بلوچ به مادر سالاری باز نزدیکه و حتی نشانه های خیلی زیادی هنگه بون همراه هم بالخصوص که محدود جوامی جامعه بلوچ وقتی که سانگسوری دید در واقع مردین برین پانک جنین نیشک جنین بیارین پانک مردین که حس تملک و حس خریداری و حس استیلا و این مسائل حاکم ببین بر مردین که جنینگی حتی در اصطلاحات ماشمار هست که مثلا فلانی جنگ گبتا در این حال ماشمار اصطلاحی ہے که شوی گبتا یعنی جنینی خیلی این مسئله احساس کنین که مسئله ریشه‌دار نهیمون تا محصول یک سیر این که طبیعی هم که تمدن بشر آیه داری تایکن اگر ما تمدن بشر اشتود بررسی کنیم که شما دوره شبانی و وزیت دوره کشاورزی به هر حال پد صنعتی این مالکیت و این استیلا این چیرگی اجتماع کم کم ملاکی و اساسی
بر مبنای زور بازو هن. خب به هر حال طبیعیه که مردینان زور بازوشش ببخشید جنینان گشتره و یک مقدار استیلا و چیرگی و در واقع استبداد خود به خود یاری. جامعه بلوچ و یک جامعه در واقع استبداد زده، نه تنها مثلا جنینان بر مردینان، استیلای ثروت بر فقر یا ما کارفرما بر کارگر که شبیه هم یک اشاره کو منتها تمام کار نه، استیلای پیر بر جوان، استیلای نمیدونم طبقه نژادی بر فرودستانی که به لحاظ تاریخی مقدار طبقاتش پایین‌تر بوده، استیلای پت بر چوک، استیلای نمیدونم مولا بر مقتدی، استیلای سردار بر نمیدونم رعیت، تمام و در نهایت استیلای مرد بر جنی محصول همین جامعه استبداد زده این که به لحاظ اجتماعی اصلا استبداد ریشه جده در تمام بندبوگان اجتماع و راه رهایی هم اشتیشی همچین که به هر حال سیر طبیعی تمدن باید یه مقدار تندتر حرکت کن مثل عادق جوامع و یک کاتالیزوران باید ببین که این حرکت حداقل به اندازه هم اصران وقتی در خود همین کشور ایران باید یه مقدار همراه ببین، نیش کشای عقب‌تر ببین و تنها راهی به هر حال همچین که بچارین در جامعه جدید چه چیزی آدگران گفته که ما شاید محروم بودن و این منطقه اینو آنجلو رفتن. خب به هر حال مشخصه دیگه که بحث آموزش، بحث مسائل در واقع فهم اجتماعی، مسائلی که باعث بین که در واقع استیلای زور بازو کمرنگ کنه و استیلای عادی که تمامندی های دیگر بشر چیرگی بده. خب مشخصه که تمام ایشانش آموزش گذن و آموزشن که اولین و اساسی ترین کاربردی تقریبا توانیم میشین که استقلال اقتصادی بوده که توانتگی که هم ارتقای اجتماعی از یک طبقه به دیگر طبقه راحت بکن و همچنین ایشی که اقتصاد مردمانی که آموزشش دیسته مخصوصا آموزش آکادمیک و رسمی و به هر حال این آدما توانتا دایره پروشه وقتی که آموزشش دیسته و مشخصه که وقتی که جنینان ما هم از همین راه از همین نردبان بالا بروه هم به استقلال اقتصادی رسن هم فهم بخش اعظم اجتماع که حداقل 50% جامعه فهم متفاوتی بی و بی حتما شناختش اجوتش اشتوانمندی های وتش و اثباتش به جامعه و در کنارشی که اشباک مهمتره به هر حال استقلال اقتصادی باعث بی که اشعا فرودستی یا زیردستی در بیاین و بتوانه خبرش برای گوشتن ببید و بتوانه که ثابت کنن که بله ما وطن توانیم و نیاز به حمایت های فرض کن زور بازوی که مال پیت ببی، مال قبیله ببی، مال عشیره ببی دیگه نیستین. در کنارشی که حتما باید در این اجتماع یک سری نهادهای مدنی ببی که آن نهاد آن نقش حمایتی قبیله و نمیدونم خانواده و این مسائل بزرگه و نقش حمایتی و تو وش ایفا کنه. مخصوصا نهادهای دولتی بایدن که نقش دولت به هر حال در دو بخش پررنگ بی، یکیشی که توان مسئله آموزش تسهیل بکن، یکیشی که به هر حال این نهادهایی که مخصوصا قشر ضعیفتری به لحاظ جسمانی مثل جنین بتوان با اتکا بنایی بتوان وقت مستقل بکن و دیگه در واقع مالکیت نه خانواده ببین نه مالکیتی مال
فامیل ببین، نه مال مثلا همسر ببین، دیگه ببین توان وقت مستقل بکن. در کنارش که خب به هر حال دیگه مسائلی که وقت بس کودک همسری و غیر و ذالک مطرح بی، ریشه تمامی مسائل خب به هر حال گرچه گوشه فرهنگیه، اما یه فرهنگ تحت شرایط اقتصادی شکل گرفته. اگر شرایط اقتصادی تغییر بکن قطعا این فرهنگ هم متفاوت بی. نقش دولت بونان یک نهاد قدرتمنده که یک اقلانیت پشتی که تون سیستماتیک برنامه‌ریزی کن غیر قابل انکاره، اما دولت همه کاره نه در واقع در کنارشی که گوشان که یک نهاد قدرتمنده که تون کارانه سیستماتیک تسریع بکن، سریع ترش بکن، منتها خود اجتماع و جامعه به نظر من نقشی خیلی پررنگ تره. و از به خدمت شما که اگر هم ما بلوچیم که وقتا البته اتفاق کبی، یعنی جنینا از این حالتی که هستن دریان و روان طبیعی و تایی کنه و حتما به استقلال دست پیدا کنه، استقلالی که مد نظر ماشون فهم کنه که بر اساس توانمندی های وقتی نقش ایفا کن در جامعه. منتها باید سرعت بگی، این سرعت گرفتنی غیرشی که آموزش بگین دی تحصیلات ببی نیستی و این وقتی مقدار البته آموزش با توجه بهشی که کاربری اقتصادی و دست داده تقریبا بحث استخدامان دیگه یه مقدار باید دوباره در حال افول کردن متاسفانه چیزی که آوادی با شوق و ذوق مخصوصا جنینا ادامه تحصیل داد و دست شما در کم رنگ بی. اینه که یک بار دیگه باید نقش های دیگری که یه مقدار بتونه کاربری اقتصادی آموزش تامین بکنه، باید همایان مخصوصا بحث مسائل اقتصادی که جنینا کوت تونه انجام بده که شرط اولش این که وارد اجتماع بده، باید یه مقدار پررنگتر معرفی کنه کنه. وجه ببخشید که من عبر دراجکش بود، مزخواهی کنم مجاجات شما گیرن سلامت باته منتوار وجه شما بر زور تو صبر کتو مگپ کوش داشتم ما هم باز منتوارش مگپ کنید. وجه دکتر عظیم من شما بحثایی که بیت موضوعاتی که گپ بیتنشان باره شما نظر چیه یا مرچی سر حال باره در کنارشی من یک چوستی هستنشین که شاید منظور شما دیوان تو که هسته یا نه بحث بی در مورد تاریخ بلوچستان و اشیا که بلوچستان تاریخ تو که جنین باز نقش هستین. من جوستشین که شما تاریخ تو که بلوچ یا حداقل هنگی چند قرن اخیر تو که بلوچ نسبت به آدگی ملتان اک جنین سیر نزولی بیتی یا سیر صعودی بیتی به چه صورت بیته قبل از حداقل 20 سال اخیر و هنگی 20 سال هم به چه صورت کندگاه و چه چشم انداز شما گنده بلوچ جنین حق واسطه در مقایسه با آدگی ملتان یا حداقل گوندگی وضعیتی که هستن منتوار شما. هذا درود رهبات دیوان من یه روی چا شما بلوچ جنین آنه ماس بهار جنب کن بلوچانی و بلوچ مردینان که اگر جنین مبتین قطعا ما نهتین بحکان مبارکبات گوشیم. بچارت ما وقت که راجب بلوچستان هبردین یک بلوچستان واحدی بلحاظ فرهنگی بلحاظ اقتصادی آیی باره قطعا هبره ندین چه بلحاظ تاریخی چه همین بلوچین روچ. یعنی شما یک بلوچستانی دارد که اقتصادی شبانکارگی یک جایی دارد که عموما در شمال مرکز غرب بلوچستانه. یعنی مگه من عرض کنی بلوچستان غربی ها ایران بلوچستان ها یک بخشی هم بلوچستانیه که آب و زمینداری و شهر به معنی بساب روستای کلگ و ده و بهرال کشاورزیه. یک بحری هم بلوچستانیه که بهرحال ساحل مردمانند تو گودریا و سید و سیادی ها و این سه فرهنگ قطعا سه فرم جامعه اندکن به لحاظ فرهنگی به لحاظ معیشتی به لحاظ جنینان هم در حال بخشش جامعه تحت تأثیر این فرهنگان هستند. حالا
سوایشی مروچین روچان شما باز یک سری تغییر و تحولات بعد از دولت مدرن که بعد از رضا شاهی کل ایرانیت و در واقع یک دولت مدرنی ایجاد کرد، یک سری قانونمند بیتن، پروکراسی یته، سیستم در واقع غذایی یته هم گندید که به هر حال اقشار مختلف و تا نشان دمنتن بلحاظ تاریخی وقتی سیلکره بلوچستان تا جنین اهمیتی سک باز بوده. من اجازه بدید که اولا بگوشیم مثلا شما نامان جنینان بلوچ بچاره که مثلا یه سری صفات اولا پسوند پیشوند بی بی خاتون ملک ناز دور گل مثل دور خاتون گل بی بی گراناز چیزانی بیب گل و نشان ده که یک عزتی یک شانی یک شوکتی بلوچ جنین داشتی پرچه که نام هویت نوعی در واقع شیوه تفکر جامعه نسبت به جنین ها داری نشان دنته. حالا چی که بلوچ جنین در جنگاوری ها نمونانه دیگه شما زانه چه بانلی بگرد بره در فداکاری ها در این کارش کردن و تشویق کردن یا ودی حق گرگا من میره نام گیریم مثلا کمبری ماس ماهو آنی مگا مهنازا گنده مهناز تا آشرات یه وشتی ودی جود دیما ودی حقا گرید و بحتانی که جتگه پس دست بسته نبوده بلحاظ تاریخی بلوچ جنین نو بلحاظ بساب اقتصاد خانواده چه سوزندوزی ها بگره تا کشاورزی ها تا رمکداری ها تا اقتصاد بلوچ جنین 100% همه سنتی طور پرا قطعا همراه بوده و مردین هم کوپک بوده. نون هنون بعد از رضا شاهی دوران ها و بعد از مشخصا ما اولین مردمان مثلا که احتگن وانتگ جنین که احتگن دیگه من فکر کنیم که همین معلم هم بودن. حالا من مثلا بی هوای رحمانی یا بازین دیگه جنینی که درس مونتا مثل حالا شاید که منی ذهنایان تو منی ملکا بودن مثل زینب خانم ابکار خانم گولی دادگر نزانین کجام یکی نام گرین که شغلم مکپی نشان اولی مردمانی که احتگن به عنوان معلم احتگن یا نهایتاً تا یک سری ادارات ها چون که ثبت احوالی نزانی یه دیگه ادارات در حد منشی در حد شان احتگن ولی بعد چه انقلاب ها این شما گنده بلوچ جنک و جنین سک دی ما یامن من صادقانه شما رو بگوشیم راست سنگتان ما وقت سال 64 یعنی ما سومین گروه بعد از بازگشایی دانشگاهان 62 ها دیگه بعد از انقلاب فرهنگی دانشگاه پچ بودن ما 64 یعنی 62 63 ما 64 ورودی 64 مردین بلوچ آسالین ها فقط دانشگاه در واقع دانشسرای عالی که هنو همین دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه استان بلوچستانه من بتون عبدالعزیز دولتی لحتین پیسرها بودن شانی که انقلاب فرهنگی به حساب شامل بودن چون که واجب بردبار عبداللطیف چون که مرحوم خسروی عبدالغفور چون که دکتر موسی جان محموزه‌ای و بازین دیگری نون در درون ما فقط یک جنینی بوده که فاطمه خانم براهویی بوده که ادبیات فارسی وانته ولی مروچی من وقتی وقتی کلاس سراره نینی یک کلاس فراشی شما نسبت بگرد اندازه و توتال بجلد گنده که نصف کلاس بلوچ جنکن لیسانس فوق لیسانس یه دیگه رشتانم میره یه دیگه دانشگاه هم شما ته استان بچارد ته سطح کشور هم بچارد پس بلحاظ کمی بلوچ جنک باز دیمایت من اولین فارغ التحصیل پزشکی مرحوم نسرین جان آبسالان بوده ولی هنون گنده ما فوق تخصص و متخصص داریم خانم دکتر بزرگزاده نزانین خانم پیکفلک کجا هم یکی نام هم گیریم گنده یحتگن دی ما خب ادان من فکر کنین که بلحاظ کمی به نسبت پیسرا می جنین سک دی ما یحتگن کارآفرینی یا سک دارن روان دی ما ولی یک سری قوانین دست و پاگیر هست چاره ما وقتی یا این قانون ها چاره مثلا شما بیاد قانون
حقوقی ایران بیچاره قوه قضاییه، مثلا در سن به حساب ورود جنینان به قلمرو مسائل جزاییه. خب 9 سالگی این دیگه بالغه بی طرف. حالا من متخصص حقوق نمونی ذهنهای چون تکلیف من بوده مبنا گیرین، اگر اشتباهات من معذرت لوتین. یا مثلا بحث پوشاک زنانه، بحث حجابه، شما با گهتری زنت من، یا مثلا کنترل روابط جنسیه، خب یا حق حیاته، همین لط و شکنجه و بساب ضرب و شتمی که لوگه تا بیته، سخت جنینه، ارزش شهادت جنینه، چیزانین و ارث اک مهمه. گنده جنین چند کدیم یعتک هم بر اساس شرع ما که اکثر مردم سنیه، درصدی هم که به هر حال تشیع هم بلوچانی هم تا حدود همیش اوضاعش و قانونی که حاکم در کشور گندت که جنین چند که مورد تبعیض قرار گیته و شین که همان که درست تهرانی جنین دیگه ما ربطه، مشهدی جنین دیگه ما ربطه، اصفهانی جنین دیگه ما ربطه، ولی همه مشکلاتنا باز به جنین ادان شد دو طریقه برش منتقل بید، هم از طریق سیستم بروکراتیک حکومت و هم جامعه سنتی بلوچستان. من تا آدم وقتی برانا گونده گیرین اگر باز نزانین صحبتی و گپی بود مشم خدمت آن زانی که من دیر رستون و شما هم احتمالا آخرش می دیوانه. زندگ باتت. سلامت باته دکتر صاحب. واجه دکتر عظیمش به هم نام فکر کنم هم مایک بچ کو اگر کوتاه گپی هستی ما گوشتارو که حقیقتا ما دیوان تقریبا من دقیقا 3 ساعت دیوان ما گفته ما دوست جالا هم 2-3 نفر دست است من جن پیلی لوتی شما را ما لوت دیوان ببندیم. واجه دکتر ما شما گپان گوش داره اگر کوتاه بشم منتوار بین شما پر دیوان رو بله من باز یک بار دیگه چه اتاق برمشی دیم بروکان تشکر کنم. امیدوارم که همیشه و مرتب انچی اتاقان بلید که مسائلان شارک ببن. بله حقیقت همیشه امراتان گوهران در مورد مسائل امنیتی برای گوهر و جریانان که صحبتش کوی مسائل امنیتی حقیقت پیوست همه چیزانی که اقتصاد و روحیه و مناسبات و تصمیم گرگا و بهرزورگا و این تمامی بستر فرهنگی اقتصادی باید برابر و عادلانه فراهم کنه ببین که بنیادی همه دا گوشک بی چه خانواده شروع بی رسی بجه کل شهر و استان و کشور و این گرانگورا نو دستبندی منی همیشه که همه برنامه نهاد سازی و حقیقی ها ضد تبعیض و به اصطلاح چیزانی که چه بالا کنترل کنه مردم کوشش بکنه وتی تو که هم از نظر فکری نگرشی و هم از نظر رفتاری و نهادی به وجود بیاره تا بتونه هم کوپک ببنجن مردم به عنوان انسان و شایسته سالاری و تی سعادت و تندرستی و وشالیا و ملک آبادانیا دیما برم. منتوارم شما آخری وقت بازم تشکر کنم. امیدوارم که زندگی مشما وشتر ببین. شب روی شما وش بات و زندگ باتی تو گندگ باتی. سلامت باته. من یک منتی گپ بزنم. جی واجه شبیر اورا دستبندیشن که یک منتی گیش مکن تی که ما دیوانه پدا اورا آسر کنیم من نتواشم. بله منی گپ درود کشم خصوصا وجه دکتر عظیما که باز علمی قبضت و حقیقتا استفاده کتیم. ولی من گپ پیشیه که مروچی بلوچستان تحقیق کنگه که باستا و دلتی گواران هم بحث کتن که ما را امکانات نیسته. خب ما اگر ما را امکانات نیست مدرسه نیست انو چه کنیم؟ بنیمدی ما لازم دیما بریم. ای چون دیما بریم لازم بینیدی دیوانان توکا و تی سازماندهی یا چه شکلی دیما بریم لازم میشه که باره گپ بزنیم. ما نتوانیم بیستیم. ولی یک نکته که بلوچ توکا لازم ببی انقلاب فکری هست. بلوچستان لازم دینی طریقات دینی فکرات که بلوچستان حاکم هستی اشیا دور بریچی
و دین را یک مسئله شخصی بزنیم و این فکری که جنین ناموس و که ناموسانه ایشیا دور بدیم. اگر این چیزانا ما گسست نکنیم ما نتوانیم دیما بریم. این چیزی که من لوتام ایشیا تاکید بکنم و ما دیما ربقه واسطه انقلاب فکری در مردین بلوچه. این فکر توکا که وقتی این قوانین، این دولت، این شریعت، این دین که ایشان یک پوانی داتا، یک چی برتریتی داتا، ایشیا لازم دور بریچی. مرد بلوچ لازم ایشان دور بریچی که بتوانیم ما وقتی جامعه جنینان و خصوصا وقتی جامعه بلوچ دیما ببریم. این چیزی که من زانم. باز مهربانی منتوار باشه. سلامت باته و مدرستین دوست و عزیز و برات و گوارا منتوار که دیوان بحر زو و حقیقتا هم هنچین درستین دوستان چه مشکلات هم گوشتن و مشکلاتی سک بازن و جایی که جنین باید ببی واقعا سک دیرن و سک مشکل و سختین رایی ولی حقیقتا گپ هنچو که واجه شبیر هم گوشت مردم اگر یک قدمه دیما شد کم یکین قدمه بجند دیما بچاری تو برو و یک کوشش باید ببید تو حتما هستین و با خواستن تشکر کنین که بانوکان که دیوان تو که بیتنه تو دیوان برجم داشته امید کنه که دیما هنچین دیوان بید تو هنچوب بی که گپ کنک رو بانوک وقت ببند تو وقتی موضوعات مشکلات وقت گشتر گپ بکنن تو راه حل وقت بدین تو ما مردین گشته گوشتارو کنیم و بعد هم منتوار شد درستان شما درستانی شب باش منتوار که شما دیوان بحزو سلامت باته شب شما درستانی باش